کردن ماراتون که تشکیل در دستور ماراتون علمداری براتون است. یکی از براشون که امروز برداشت استقامت حق امکان رسیدن ندارد. ما در دور هستیم در داخل بوده ها احتراز دارند و حراس دارند یعنی و امروز آغاز این ماراتون را من برداشت گرفتم. چرا؟ صدا خوب است شما؟ اگر صدا ناظر است در مثلا تلویزیونی که اداره ولایت کنترل خب موضوع داشتن با اندوکرین کنید زمان باز هم رفتار کرده در این مورد ماراتون مسافت های زیاد در این مسافت و بعد 20 ساعت همین زمان است استفاده در 20 ساعت شما گفتم چرا من واقعیت کردم چون اولین ضربه که عسکریت جان امروزی از هر جدال سرکشی که دار میآورد دولتهای نابزار سختترین ضربه را مادر گرفته بود. مادر گلبدینی که نوحه او در تمام شبکه‌های اجتماعی هم تاجیکستان و هم کشورهای بیرون از آن نشر شد و از خواه میفهمید زبان او را خواه نمیفهمید. من مثلا پامیری را نمیفهمم اما از همان آهنگ گریه او پای بردن ممکن بود که چقدر پرسوز پر درد میگرید مادر فرزند یک روزش را از دست دهد، یک روز فرزندش را آه میکشد، یک روز نه قریب 1 سال. و امروز مادر گلبدین همسنفان گلبدین را، همصفانش را، همسالانش را، جوره هایش را، هر نفری را که با خاطرش میآورد پسرش را میبیند آه میکشد. هر نفری که رویش را ندیده از کفا میبیند سراب فرزندش در نظرش میآید آه میکشد، دلش گم میزند. آسان نیست بر مادر و مادر اگر آغاز کند ماراتون را من باور دارم که در ذهن شما در وجود شما یک احساس خطور میکند. این لحظه من میخوانم همگان را بر دوستداری میهن عزیزمان، بر دوستداری وطن عزیزمان، هر یک پارچه آن چه بدخشان و ختلان و چه سغد و دیگر قشرهای آن است، وطن است، وطن ماست. حکومت امروز را وطن نپندارید. وطن این تاجیکستان است. وطن راهبری تاجیکستان نیست. وطن میماند. چقدر راهبران سری قدرت آمدند رفتند، که های از خود نامی نیک گذاشتند، که های همواره با آب دیده مردم از جهل و خشونتشان یادآوری میکنند. اما وطن همچنانه که بود میماند. تاجیکستان میماند. تاجیکستان عوض نمی شود، راهبرانش عوض می شود. پس وطن همان جاست که آزارش نباشد. وطن همان جاست که ما به دنیا آمدیم، چشم کشادیم و فضای همان جا را دیدیم. دوست می‌داریم در برابر هموطنانی که در داخل وطن هستند و در برابر هموطنانی که بیرون از آن در یاد آن دلشان گم میزند. بار دیگر خاطر رسان میکنم این ماراتون است. یک زمان از دیگر شهرها بر دیگر سلطنت دیگر شهرها پادشاهان هجوم میکردند تا مرز کشورشان را بزرگتر کنند، منطقهشان را وسیع‌تر کنند و اولا همان سرکرده ها را، نفرانی که مردم به آنها اعتماد دارند، آنها را از بین می بردند و جای آنها را گرفتن می خواستند. و پادشاه با نام رستنبک بود در شهر ما استرابشن باستان که در مدنیت و فرهنگ و معنویات مردم خیلی سهمگذار بود. در آبادی آن هم از بخارا هجوم کردند، از سمرقند هجوم کردند، دیگر پادشاهان که مرز خود را خیلی گفتیم وسیع‌تر کردن میخواستند.
و وقتی که رستنبک را قتل کردند و همسر و دختر او را بردند، مادرش در سوگواری او یک شعر نوشته بود. مادر رستنبک واقعا شاعره بود. شعر نوشته بود که شعر را تمام زنهایی که خواه فرزند گم کردند، خواه گم نکردند، حتی آنهایی که هنوز روی فرزند ندیدند، آنهایی که هنوز ازدواج نکردند، شعر را از یاد کرده برابر میخواندند. در مرثیه ها همین شعر خوانده میشد. چرا که سوز و گداز مادر فرزند گم کرده روی کاغذ آمده است. همچنانه که مادر گلبدین هم آب دیده ریخت و از گداز ناله او، از سوز ناله، درد ناله او دل همگان بر رقت آمد. زن میگوید واقعا رقت آور است، اما مرد میگوید دهشتناک است. در بدخشان مرد و زن میگویند. این سرزمین مردم دارند که در فطرت، در خصلت اندک شاید متوافق باشند، یعنی کمتر که فرق کنند. خون گرم دارند این مردم. در بین مردم یک نفری که پاک وجدان است، حلال کار است، دفاعگر است از حقوق دیگر مردم عادی‌تر و دیگر باز ناترس و جسور و شجاع‌تر است، او را انتخاب میکنند و در پیروی او دیگران در پست و بلند زندگیشان کمک و مصلحت پرسیده زندگی میکنند. این یک عرف مردمی آنجاست و عرف مردمی را نمیشود پایمال کرد، نمیشود از بین برد. از قدیم الایام همین عرف بین آنها مانده است. اتحاد شوروی چقدر یک کشور بزرگ مرز هم باشد، نتوانست بدخشان را هم تاجیکستان گوید سرجم کند. گفتند مرز تاجیکستان است، اما خودمختار ولایت خودمختار بدخشان گفتند، چون که این مردم را بر مردم دیگر جای سرفراوراندن دشوار بود. امروز هم همان بدخشان و همان مردم هستند. اینها را نمیتوانید بر کسی سرفرود آوراند. جان میدهند اما سر خم نمی کنند. جز خدای خود، جز خدای ما هم جز خدای یگانه بر کسی سر فراورده نمی توانند، نمی خواهند، نمی توانند. مردم سربلندی بدخشان نمی توانند چاپلوسک باشند، نمی توانند دست پیشبر باشند، مردم کفکوبک باشند. شاید در بینشان با یگان حیله و عمل توانستند همین گونه ها را به وجود آورند. شاید آنقدر سخت ترسانیدند از جانشان و از مالشان و توانستند ساخته، اما من باور دارم که در یک گوشه قلب اینها هم هنوز بدخشانیگری هست. من جانبدار این گونه مردم هستم. من همین گونه ها را احترام دارم که اونچنان محمد اقبال لاهوری گفته آدم از خوی غلامیز سگان خوارتر است. من ندیدم که سگ پیش سگ سرخم کرد. آدم پیش یک آدم غلام نمی شود. آدم در توصیف یک آدم، در بالوبرداری یک آدم غلام و سرسپرده و پرستار او نمی شود، پرستشگر او نمی شود و انسان می شود آدم. خب یک نوار نشر شد در شبکه‌های اجتماعی که از رسانه خبری پامیر دایلی نیوز گرفته شد. همین خیلی نام دارد، نام انگلیسی این رسانه. و در این نوار دیده می شود که یک صف اسکران راه می پیمایند از فرودگاه طریق راه برفش تازه کرده شده جانب مرکزتر خاروخ بدخشان. این نوار را همگان تماشا کردند. یکان نفر نیست که در جانبداری این اسکران گپ زده باشد. در شبکه اجتماعی بسیارند. بینید نوار را اگر بزرگتر کرده نمایش داده میشد خیلی بهتر بود. تمام این نوار پهن شده است و این نوار را خود اسکران به نوار گرفتند. بینید در بینشان یگان نفر غیر نظامی دیده نمی شود. همگان مسلح هستند، سلاح دارند. مرحمت خواب. ای تقبله
برف هست که از اونو بولو های نتوری تو بهار هم استایی برف نفس افغانستان خب نوا را دیدید و خیلی ها در شبکه اجتماعی فیسبوک هم دیگر شبکه های اجتماعی هم دیدن، توییتر و تیک تاک و نگلاستیک و دیگر خیلی گفتیم نوا را خودشان نوار برداری کردند. خود افسران نظامی همگان در لباس نظامی هستند، پیاده پیش می روند، نیروهای ویژه براسی سپیتس نصب می شود. اینها ورزیده ها هستند، اینها البته مشق کرده ها، مشق خورده هم میگویند. خب در زبانشان، در لبانشان تبسم از خندان می روند. کجا می روند؟ خیلی خوب است اگر هوای تازه خوری برآمده باشند. برف نیم متر تا زانو میزند. در چنین هوا هم اگر هم تو قدم گذاشته برای آب و تاب تنشان اگر شتافته باشند خوب است، باکی نیست. اما بر مرکز می روند، راه جانب مرکز پیش گرفتند. اگر آشکارا به نوار گرفته در شبکه خود نظامیان پهن کردند، پس اینجا یگان مقصد هست. عملیات پنهانی نیست، دلالت وضع جدی منطقه است. عقل سالم، عقل هر یک انسان خود پی میبرد که وضع جدی است در منطقه. یا ترسانیدن چشم مردم یا برانگیختن خشم مردم است. از خشم مردم چی فایده میگرفته باشد؟ خب از ترس چشم مردم فایده میگیرند، درست. مردم سر میفرارند اگر همین خیلی نیت داشته باشند، آیا سر میفرارده باشند، گویا میتوانند سر فرارند، اما هرگز. خشم آنها را برانگیختن چه فایده دارد برای شما؟ با تبسم به استقبال چی می روید؟ این بدخشان است، این مردم خون گرم داشته است. بینید یک نفر محمد باقی را طلب میکند حکومت، حتی التیماتوم مانده که تا ساعت 5 یا تا فلان ساعت تسلیم میکنه، جانبداران نداره یا خودت تسلیم میشه و یا دیگر و دیگر. اما مردم ساعت 3 شب در رسم ها نشان دادن که 3 شب مردم ایستادن در کوچه ها، خواب نکرده در کوچه ره میپیمایند مردم برای دفاع جان یک نفر، همان راهبر کوچهشان، راهبر یک منطقه شان. مردم راه میپیمایند، خوابشان را حرام کرده مردم راه میروند، او را پاسبانی میکنند. انا این خیلی اهل و اتفاق هستند. در دیگر منطقه های کشورمان چقدر دانشمندان را، خصوص دانشمندان ساحه دین را حبس کردند، بردند چندین ساله، اما مردم بدخشان برای یک نفر را حمایت کردن خواب خود را حرام کرده برآمده او را پاسبانی میکنند. از این معلوم است که چگونگی خصلت اینها را، فداکاری و سرسپردگی اینها را در برادری، در برابری، در دفاع کنه یکدیگر دیدن ممکن است. اینها اتفاق هستند، اهل هستند. مشت را شکستن دشوار است، انگشت را میشکنند. و از جانب فعالان شبکه‌های اجتماعی در زیر شرح همین نوار کامنتاری میگویند که خیلی ها نوشتند برای کشتن برادر خود میروید، مگر خوبش در مرز واروخ قدم زنید که چشم قرقیزها را ترسانید، هراسانید، یا مقابل خلق بیراق بدخشان برآمدن را بس کنید. گفتن نوشتند صدقه لباس حربی شوید هم نوشتند. از این میبراید که مردم نسبت لباس حربی احترام گذار هستند. واقعا آیا همین افسرانی که اینجا قدم میزنند
آنچه بین خود میگویند در داخل خود هم میگفته باشند بر یکدیگر. آنها فکر میکرده باشند که برای چی میروی؟ مگر مردم تاجیکستان خودمان را جانبش تیر میکشایم یا اذیت میدهیم؟ یکی را بازداشتند و بردند، رسمش را اینجا دیدید، بردند بازداشته، 2 روز بیهوش خوابید. 2 روز آنقدر اذیت دادند، شکنجه دادند که این مرد میدان را آنقدر اذیت دادند که 2 روز به هوش نآمد. فایده چی گرفتند؟ مگر همین غریو مردم بعد مرگ گلبدین و یک چند نفر دیگر کفایه نبود؟ باز هم یک سبب دیگره که ماراتون را من آغاز کردم این بود، 1 تالار بیشترشان زنها بودند، بیشترشان مادر بودند، خواهر بودند که مراجعت مردم بدخشان را بر دیگران رسانیدند و شروع از در شبکه فیسبوک شروع از رستمی جانی دیگران هم آن را بازنشر کردند. همه جا بینید گفته می شود که محمد باقر بین مردم چه آبرو و چه نفوذ دارد، مردم بر وی چقدر اعتماد و احترام دارند و او را جنایتکار می حسابد حکومت. بر حکومت هر نفر مقابل جنایت حرف می زند او حسابیده می شود که مقابل سیاست حرف زده است. هر کسی مقابل جنایت سر می بردارد و می گوید که فسادکاری نکنید، پاره‌خوری نکنید، خون مردم نریزید، می گوید او را مقابل سیاست حرف نزن. میگویند عجب این است که همین سیاست ما خودش جنایت باشد که میگویند مقابل سیاست نبرا. بیایید یک خوردکک ما پارچه ای را از این نوار برایتان نمایش میدهم. مرحمت. محمد باقرов از قبیل آن افراد عدالت پرور جامعه شهروندی است که همیشه با دود اشخاص مظلوم میرسد. او نمیگذارد که بیقانونی در قلمرو شهر خوروغ اوج گیرد. اعتراف قانون برایش در همه جا مهم دانسته میشد. در منبرها کمبودی و نقص کارمندان دولتی و غیر دولتی را آشکار بیان می نمود. از همین سبب میان خلق عادی محبوبیت خاص را صایب گردید. خلق باشد در سیمای محمد باقر شخصیت عدالت پیشه را میدید. هر مشکلی و فشاری را که مقامات حفظ حقوق بالای مردمی ایجاد میکردند، محمد باقرov در راهی مسئله را در میان میگذاشت و راه حل قانونی آن از مقامات طلب میکرد. همیشه طرفدار قانون بود. حق خود و دیگران را از حکومت روی راست طلب میکرد. چنین حقوق پرستی و عدالت پیشگی محمد باقر البته برای منصبداران فساد پیشه منفعت آور نبود، زیرا او همیشه از وظیفه‌داران صافدلی و پاک وجدان بودن را طلب میکرد. او مردم را مدام تشویق می نمود تا اینکه به یگان کارمند حفظ حقوق رشوه نباید داده شود، زیرا رشوه ستانی و رشوه دادن خود جنایت است. چون کارمندان حفظ حقوق در بدخشان نتوانستند که با روی غیر قانونی پول کار کنند، در آخر به خلاصه آمدند که باید محمد باقر را از بین برند، زیرا او همیشه صد روی پول کارکنی غیر قانونی آنها می شد. این خاراکتریستیک این خصلت نامه محمد باقر است. از مضمون نامش هم معلوم است. باقر یعنی تازه، پاکیزه. گپ در سر این انسان می رود. اگر بد می بود مردم بدش می دیدند. او را با این همه توصیف های خوب نام نمی گرفتند. بد می بود مثلا لقب می دادند، تپل می گفتند یا یک چیز دیگر می گفتند. اون انسان نیک است که مردم او را دفاع می کنند. یک جمعیت ما عجب در حال است. وقتا گپ در سر حقیقت و عدالت هم می رود، بحث در این بابت هم می رود، باز هم گپ در سر لباس می کشایند. در شبکه گپ درباره ادبیات و فرهنگ و معنویات می رود، باز گپ در سر لباس می رود یا درباره یگان خوراک می رود. اگر موضوع قروتاب را کشاید، فیسبوک 2 روز از قروتاب نفس می گیرد. اگر موضوع یگان بورک را کشاید که
طعام خانه کشاده است، فیسبوک 3-4 روز نامش قریب برگ می شود نام فیسبوک. اما درباره فرهنگ و معنویات حرف زنید، باز هم موضوع رو میارند سری لباس. اینجا یک دادر خوش آمدن بر برنامه وارد که شده کامنت نوشتن، خواه مثبت خواه منفی می نویسند. معلوم است که تماشا کرده ایستادن. نام خود را به زبان روسی با شیوه روسی مراد نوشتن. معلوم که مراد است. مراد جان دادر، به مراد دلتان رسید. فقط مایلش لباسی مرا جوگیانه گفتید، اما خود را مراد ننویسید. نمورید. زنده مانید، زنده باشد. شما هستید که ما نیز از اینجا مقابل همین افکار نادرست شما مبارزه برده هستیم. خدایی که بالای و پست آفرید، زبردستی هر دست آفرید. همیشه دنیا یکسان نیست، پهلوهای ترازو برابر نمیستند. خب بیایید شما را هم قبول میکنیم. خوش آمدید در مهمانی برنامه. اگر حرف زدن میخواهند مردم وارد شوند بر برنامه، در دلشان هر آنچه هست بگویند. خب چرا چنین باشد که در تاجیکستان عزیز از عدالت و از راست قولی و از انسانیگری حرف زدن همواره موضوع را هر کجا میگذاریم حرفی شکم میگذارد و همواره موضوع را بالای لباس میارند. با لباس من اعتبار ندهید، با من همین پسند است. شما با لباس انا 10-15% براید، اما در برنامه اشتراک کرده در دلتان آنچه هست همان را ابراز کنید. یکی همینجا نوشتند که خوب است که بنوار میگیرند چون که افسران خود جای پنهانی ها را گفتن میخواهند. آنها هم از این رژیم به داد آمدند. حتی فدایی ترین، سرسپرده ترین، وطن دوست ترین افسر هم درست است که به جان آمده، به داد آمده از این رژیم. دوست می‌دارد وطن را، عسکر فدایی. 1-2 نفر در سر وطن نشسته ها را نه. وارد شده درباره وضع بدخشان حرف زدن میتوانید. فکر شما چگونه است؟ من تا وارد شدن شما خیلی گفتنی ها دارم، هنوز خیلی گفتنی ها دارم و تا آمادگی میبینید ابراز میکنم برایتان. این ماراتون ما ساعت های خیلی زیاد طول میکشد. همگی آماده باشید که هرچی هست در دلتان گویید. مردم بدخشان حس کنند که تنها نیستند، حس کنند که در تمام گوشه و کنار تاجیکستان جانبدارانشان هستند. مثلا من از سعود باستان، از ایسترفشن باستان هستم که برای دفاع هر یک برادر بدخشانی، هر یک خواهر بدخشانی میخواهم حرف زنم، میخواهم وظیفه خود را اجرا کنم. من چون ضعیفه هستم، زن هستم، یراق به دست گرفتن نمیتوانم دفاع کنم، اما با حرف خود، سخن خود، با قلم خود، هر قدرت در دست دارم میخواهم استفاده برم علیه ظلم و ستمی که نسبت بدخشانی ها امروز روا دیده است حکومت کشور. دیانا مثلا، دیانا مرحمت. روزتان بخیر باشد اپای عزیز. من یک شهروند تاجیکستان از ولایت سوخت هستم. خب خوش آمدید. با این خیلی سخنهایی که نسبت شما گپ میزنند به لباستان و به طرز سخنگویتان اهمیت ندهید. اینها دیگر کار ندارند. همین خیلی سخنها، با همین خیلی سخنها میخواهم که گوش مردم را به دیگر طرف برم. من به تمام شهروندان تاجیکستان گفتنی هستم که با امید روسیه هم نشوند، فکر نکنند که ما میآییم به اینجا شهروندی روسیه را میگیریم و تمام دیگر در اینجا زندگانی میکنیم. وطن کس به کس وطن نمیشود. یکان وقت ما باید هممون یک مشت باشیم، با هم باشیم. اگر ما با هم باشیم و یک سخن یک شخص را گوش کنیم و عهد باشد، وطن ما پارچه پارچه تقسیم نمیشود. باید گذشته تاریخ ما برای ما عبرت باشد، درس عبرت باشد که 100 سال پیش خیلی که ما را، وطن ما را، یعنی تاجیکستان را قریب بود به نیستی برند. شهرمردان بدخشان بودند که مثال شیرین شاه تیمور، مثال بابا جان غفورов که نیز از ولایت سوخت است، مثال صدرالدین عینی، قهرمانان تاجیکستان که ما امروز صاحب وطن هستیم. خیلی تاجیکستان ما خرد باشد هم، مساحتش کم باشد هم، ما از دیگر بعضی شخصان بی‌وطن، مثلا مثال کردها،
خوبتر و بهتر باز وطن داریم یک پارچه باشد. بسیار گفتنی ها بسیار هستند اپی عزیز. وقتی که من حال مردم رو میبینم، من خودم نیسازیر در مهاجرت هستم، تولی 10 سال می شود که من در مهاجرت هستم، گریه هم می آید. در اینجا ما یگان قدر و قیمت نداریم، حتی شخصانی که در اینجا صاحب شناسنامه روسیه شدن قدر و قیمت ندارند. 2008 سال خیلی که به همه ما معلوم است روسیه نسبت گروزین ها چیکار کرد، نسبت شهروندان گرجستان. آنها شهروندی داشتن نداشتن، وقتی که کمی نافهمی شد بین دولت ها، بین پرزیدنت ها، در تمام گروزین ها را در یک شب، خیلی پدری من اون وقت در روسیه بودم، من اون وقت در مکتب میانه تحصیل میکردم، هزارها گروزین هایی که آنها حتی در روسیه تولد شده بودند و در اینجا استقامت میکردند و شهروندی روسیه بودند، آنها را به گرجستان فرستاد برای هوای، با امید دیگر دولت ها نشوند. ما باید هم دیگر یکدیگر را دستگیری کنیم، باید ما بدخشانی باشیم. وقتی که در بدخشان یگان گپ هست، وقتی که یگان حادثه در ولایت سوغد باشد، ما باید تماما سوغدی باشیم. وقتی که در ختلان باشد، ما باید تمام ختلانی باشیم. مردم ما بعداً باز یک چیز را گفتنی هستم که اپی عزیز، مردم ما همه وقت نسبت دین مذهب، آنها شیعه هستند، ما سنی هستیم. شما یک بار چشمتان را کلان گشاده به آذربایجانی ها و ترکا نگاه کنید، وقتی که به سر آذربایجان یک شد، ترکا آنها را دستگیری کردند. آذربایجانی ها هم شیعه مذهب هستند. ما نباید که شهروندان تاجیکستان را از روی مذهبشان چی کنیم. پامیری ها نیست، بدخشانی ها نیست، این تاجیکستانی هستند، آنها شهروندان تاجیکستان هستند. من با اون شخصانی که عزیزان خود را از دست دادن در این گردی همایی ها در بدخشان صبر جمیل میخواهم و من یک چیز را گفتنی هستم که مردمی بدخشان هیچگاه به این حکومت خودکامه و سر نمیفرارد. مردان بدخشان، زنهای بدخشان همه دلیلش جوان. حکومت بیهوده با امید آن نشود که به سر این مردمی بیچاره تیر خالی میکند و با این کارهایش مردم را به زانو میشناند. ما باید هممون یک مشت باشیم. ما باید مردم بدخشان را دستگیری کنیم. تشکر زیاد اپا جان. من همین قدر گفتنی داشتم. خب بهترین خواهر جان، بهترین است. من بس کامیابی خواهم به تمام مخالفین گفتنی هستم که همه وقت به پیش حرکت کنند. ما طرفدار آنها هستیم. ما هممون مخالف هستیم. بهترین، ما هم مخالف هستیم. وقتی که مخالفین جانب عدالت هستند، بله، همگان مخالف هستند. در داخل خود وطن هم من باور دارم که لااقل 90% مردم جانبدار ما هستند. همگان برداد آمدند. دیگر اپشن ابتدایی نیست که مردم پرستی کنیم، یعنی آدم پرستی کنیم. بعدا من یک چیز رو گفتنی هستم که اپی عزیز، ما یگان چخیل گویم قبیله نیستیم. درست است. بله. مردمی فارس الحقای قوم است. حالا ترکا به قوم نرسیدن، آنها حالا به قبیله جدا هستند. باید مردمی ما این رو فراموش نکند که برای ما چخیلی که میگن جناب یا که یگان شخصی که وجدی هم میگن چخیلی که برای ما لازم نیست. در این قدر هزار ساله ها مردمی فارس یگان بار در سرش این خیلی وجدی نداشت. پیشوای ملت برای ما چی لازم است؟ در این 30 سال چیکار کرده است پیشوای ملت؟ همه را به نیستی برده است. جای کار نیست، نرخ و نوا در آسمان. معاشی که ما میگیریم در تاجیکستان خیلی هستند نزدیکان ما که در تاجیکستان کار میکنند، حتی برای مبلغی برق، برای مبلغی آب نمیرسد. یک هفته نه روزگارش رو باید مردم این چیز رو به ترازی اخلاص برکشد. تا که مهاجرتی اگر این خیلی رفتن گیرد، مردم تاجیک، خلق تاجیک به نیستی میرسد. وقتی که من اپا جان در یوتیوب بسیار رولی کارو میبینم درباره تاریخ، مثلا اگر سخن رود خصوصا درباره تاریخ تاجیکان، یگان بلاگرها وقتی که نوارها چی میکنند خیلی با دلیل و فکت گام میزنن، من میبینم چون 4 طرفی تاجیکستان رو 3 طرفش رو ترک زبان ها هم سرحدی ما هستن، همسایگان ما، آنها همه وقت ما رو تنقید میکنن که شما لولی هستید، شما تاریخ ندارید. شما در وقتی که ما مثلا ایرانی ها را شیعه میگوییم،
هستن شخصان، لیکن آنها هم یک پاره تنی جان ما هستن. ما هم زبان هستیم، ما نیز فارس هستیم. آنها میگن که زبان شما فارس است و شما خودتون فارس نیستید. این خیلی باز بعضی مردمی ما، بعضی شخصانی هستن که خیلی تحقیر کردنی نبودم، لیکن میگم آنها احمق هستن. آنها همین خیلی آنها شیعه هستن، آنها برادران ما نیستن. ما هم زبان هستیم. چرا ترکا بود پرست هست، نیمش هست شیعه مذهب، آذربایجان نیمش سنی مذهب. برای چه آنها همدیگر رو این خیلی تنقید نمیکنن، دستگیری میکنن، لیکن مردم ما رو خصوصا تاجیکستانی ها رو همه وقت به تنقید ما، همه وقت به جستن عیب کس ما. اینقدر پرابلم هایی که در تاجیکستان هست، ما باید سریع آن باشیم. بعدا باز یک چیز رو گفتنی هستم که همه وقت میگن که شما میخواید که ما مثل افغانستان باشیم. شما با افغان ها خودتون رو برابر نکنید. خلق تاجیک، همه شخصانی که اینقدر افغانستان رو تنقید میکنید. افغانستان 45 سال است جنگ دارد، مرد و زن. در آنجا دولت‌های بزرگ در آمدن، اینقدر خلق را کشتن. حالا در تاجیکستان کسی ندر آمده است، کسی را نکشته است. ارمی یگان دولت دیگر ندر آمده است. یعنی خودمان نظام خلق افغان برای خواهر اپجان، خلق دلیر و شجاع است. من چنین فکر دارم. آنها پارچه زمینشان را در اینقدر سالها به کسی ندادند. باز به نزدیکی فهمیدن که به قرقیزها ما به اجاره دادیم. و خلق ما 9 میلیون، قریب به 10 میلیون آماده رسید. خلق چاروا دارد، چراگاه ندارد که چاروابانی کنند. مثلا نرخ گوشت و شیر به پایان رود در تاجیکستان. ما زمین رو به قرقیزها به اجاره میدهیم. قرقیزستان 6 میلیون اهالی دارد، ما 9 میلیون. این به کدام عقل راست میگیرد؟ تا که تاجیکستان را پارچه پارچه کرده میفروشند. من شخصا نمیخوام که پگه فرزند من با مهاجرت بیاد، مثالی من در مهاجرت کار کنم. من این چیز رو نمیخوام. من صاحب معلومات عالی هستم. من 5 سال تحصیل کردم، دیپلم دارم. در 500 سوم معاش آموزگاری، در 400 سوم معاش آموزگاری مثلا روز برده میشود. من وجدانم قبول نمیکند که من در مکتب کار کنم و پرزیدنت رو تعریف و تصنیف کنم. من نمیخوام این چیز رو شخصا. بالای تخته سیم صورت پرزیدنت باشد. من نمیخوام کتاب رو میکشه صورت پرزیدنت، در همه جا صورت پرزیدنت. به سر لباس پوشی باید، به سر لباس پوشی باید به دانش طلبه ها اهمیت داده شود. بسیار حاضر طلبای مکتب بدانش هستند. این تحقیر نیست، این چیزی حق است. ما باید حقیقت رو خیلی هست همین خیلی قبول کنیم. برای من این قدر تاجیکستان را به افغانستان برابر نکنید و همتون یلموش شوید. شما با چرک پای افغان ها نمیبید. 45 سال است در افغانستان جنگ است. در افغانستان که آزادی سخن است، اقلا 1% در تاجیکستان نیست. برادرانت اینقدر افغانستان میگوید. شما افغان شده نمیتوانید. من در روسیه 10 سال است، من یگان زن افغان یا مرد افغان را ندیدم که به کوچه‌روی مشغول باشد و به شستن حاجتخانه روس‌ها. من یگان ایرانی و افغان را ندیدم. از فارزبان ها پسترینش این خلق تاجیک است که امروز غلامی را پیشه خود کرده است. با تمام تحقیر و تصنیف روس‌ها اپجان طاقت میکنیم. تا که 30 سال است. من شخصا نمیخوام که سیوم پشت تاجیکا، سیوم پشت ما پکلینی و زبان روسی گم باید در اینجا مهاجرتی کنند. هستن بعضی شخصان که بابایشان مهاجر بود، پدرشان آمد، فرزندانشان آمد. بعدن با امیدی شناسنامه روسیه هم نشوید. روز از روز قانون‌های نو، روز از روز نرخ پتنت قیمت چی فایده است؟ ما باید وطن رو داریم. ما باید طلب کنیم که در وطن جای کار بسیار شود، معاشا رو بلند بردارن. اگر همه پرتفته آیم وطن 4 تقسیم می شود. ما بی وطن می شویم. وطن فقط نامش تاجیکستان میماند، دیگر داخلش به تاجیک. خب روسیه که شمار اهالیش کم می شود، از مغزهای کشورهای غیر اهالیش را زیاد می کند. فرزندان ملت ما را از کودکی زبان خود را، فرهنگ خود را آموزش می کند. چون که از ما سیگارکش و ماینوش و بانگی و هنگی های کوچگرد و مثلا به زبان خودشان گویم بیچ نمی شوند. از ما مردم با آداب نسبت به آنها خیلی با فرهنگتر به وای میرسند. خونمان تازه تر است و این بر فایده آنهاست. علاوه بر این قوه کاری ارزان هستیم ما که استفاده بله، به کارهای سیاه بسیارتر استفاده میبرند مردم ما را. اما با دو دست ادب تاجیکستان برآورده نعمت بی‌بهای کشورش را داده ایستاده است به روسیه، جان مردمش را. و وقتی که جان سخنتان را میبخشد بریدم،
من وقتی که با خیلی در یک جا کار میکنم، در یک جا با زنها اول زندگانی میکردم، خیلی زنها از تاجیکستان بودن. وقتی که با آنها سوال میکردم، آنها میگفتن که ای در تاجیکستان چی است؟ تاجیکستان آینده ندارد. من راستش رو بگم این سخنها به من خیلی سخت میرسد. برای چی؟ برای چی امروز من گویم آینده ندارد، اگه یک شخص دیگر، ما باید آینده رو خودمون سازیم. در مغز مردم همین کلمه را جا کرده توانستند. تاجیکستان آینده ندارد گفته. آینده دارد. آینده داری را در وجود انسانیت، در وجود تاجیکان باید امید بر آینده نیک را، تخم امید بر آینده نیک را کاشته باشیم. خواهر جان، از موضوع خیلی بیرونتر رفتیم. اینجا درباره بدخشان باید حرف میزدیم. درست است، در جای در صحبت خود گفته گذاشتید که مانند کردها به وطن نمانیم، ما وطن داریم و عین حال بودنش را قدر کنیم. در دنیا خیلی قوم های بزرگ هم هستند که وطن ندارند. مثلا جوگی ها از سر دنیا نداشتند، چون که در این همون احساس وطن دوستی، وطنداری نیست در وجودشان. اینها در بدر و سربسر شده گشتن را دوست می‌دارند. یا بغیر از کردها، اویغورها در همه جا پیشانهشان به دیوار برمیخورد. در خطای مثلا حال و روزشان نهایت وزنی است، چون که وطن بابایی خود را ندارند. فشرده برآورده توانستند در همه جا. در تاجیکستان این چنین نباشد. ازبکستان در روسیه صدها گکتر زمین خریده، 1,000,000 گکتر زمین به اجاره گرفته، آنجا کشت و کار میکند. تاجیکستان یک مرز کوچک خود را، منطقه کوچک خود را چگونه توانسته که بر کشور همسایه اجاره دهد؟ خودش که نیاز بر زمین دارد. بله بله، اهالی ما از رز زیاد شده ایستاده است. بله، شما را میفهمم. و یک نکته خیلی خوب را قید کردید. مردم را با همین آواره کرده میمانند، ولی اعتبار ندهید که نسبت لباس چی میگویند. تاجیکستان در همین حال قرار دارد و همین بزغاله های فرمه جواب را باز هم سر میدهند در برنامه های مخالفین که باز هم همین بابت لباس و ریش و دیگر حرف زنند. زبان بعضی از رو میبینید اپجام کستم و شیم پشیدن، گوستو بستن. وقتی که سوال میدهی بعضش معلومات عالی دارد، به سوال عادی جواب داده نمیتواند. درست است. گپ در سر لباس نه، باید مغز سر را پر کرد، باید دانش آمد. واقعا در کنگرس امریکا وقتی که بار اول 2 نفر بانای محجبه را قبول کردن، اعضای پارلمان کردند، در روز دوم فعالیت کاریشان دسترخوان افطاری آراسته بودند. ماه رمضان از عضو پارلمان شده بودند. اگر ریشه این 2 نفر بانو را خوانده بینم، اگر اینها گریزه های از کدام کشور غیر آمده بودند، گریزه ها بودند، فراریان بودند، پناهجویی آمدند. در تاجیکستان ما همین لباسش بهانه ملکه او را، هنر او را، استعدادهای او را هرگز به نظر نمیگیرند. خواهر جان، طریق واتساپ نفر خیلی بسیار مغز مانید به شما بردباری و کامیابی ها تمنا. تشکر برای این با یک محبت و با یک اعتماد صمیمی حرف زدنتان. بسیار خوب بود. من خیلی فرصت حرفاشون که جاندار بود، جانناک بود، حرفی هم علاوه نکرده ایستادم. کاملا جانبدار هستم. یک معلمه در کشور بیگانه فعالیت برده ایستاده است. البته که معلمه نیست. حیف این همه سواد و دانش او که صنف کودکان را میتوانست بر کمال رساند و دانش آموزاند، امروز در ملک بیگانه. و واقعا درست میگویند، وطنی کس وطنگری نمی کند. از واتساپ یک زن قبول میکنیم. مرحمت. در جانبداری مردم بدخشان عزیز امروز برنامه برده ایستاده‌ایم. برنامه ما ماراتون است. و علیکم سلام. خوش آمدید به برنامه. خوش آمدید بر ماراتون. صدای من هست؟ بله، صدای شما خوب است، میشنویم. خوب. اولا تشکر میکنم که در این روزهای برای مردمی بدخشان نهایت خوشبوش ما در کنار نایستاده ایم و هر لحظه با مردمی ولایت هستین. یک باری تشکر میکنم از شما. و بعدا در مسئله بدخشان گفتنی هستم که امروز بی‌طرفی مردم دیگر منطقه و این ولایت رو به چنین حال آورده است. یعنی که امروز باز هم همون محلچگیمون هست که
اونی که در بدخشان هر چیزی که سر زده است و دست مردم دیگر منطقه میگن که به ما چی، یعنی که در ما نیست، این در بدخشان است، بگذار هر مشکلی که به سر هم مردم اومده از خودشون حل کنن. اونا نمیگن که امروز اگر بدخشان باشد فردا منطقه دیگری کشور به چنین درگیری و گرفتار شدنش ممکن است. و بعدا من فکر میکنم که امروز باید حکومت بیشتر در مسئله بدخشان، اونی که مردم در ترس و هراس نگاه می‌دارد، اون که مردم به مردم فشار می‌بیارند، این نه اینکه به منفعت تاجیکستان است، بلکه بر ضرر تاجیکستان است. امروز بدخشان هم یک جزء تاجیکستان است، اون بچه اوگه تاجیکستان نیست که با اون چنین برخورد کنند. و وقتی که امروز ما می‌بینیم که اون سیلو بدستانی که هستند از طرف ارتش ملی تاجیکستان امروز در بدخشان هستند، یعنی که شمارشون 3000 بیشتر بود ولی به اینم قانع نکردند. به یک ولایتی که حوالیش همگی بیش از 200,000 است و اونم بیشترش در روسیه است، اینقدر ارتش را به چی خاطر میبرند؟ یعنی که اگر از نگاه اقتصادی هم گیریم، این نه فقط ضرر به بدخشان بلکه به تمام تاجیکستان است. یعنی که اونجا مردم خون و خو تنقیسی از غذا میکشند، غیر از این که امروز در بدخشان همه میدونن که اقتصادیاتش خیلی کساد است و کارخانه های صنعتی هم ندارد که کار کنند، فعالیت کنند و مردم یک معاش معین گیرن و زندگی خودشون پیش برن. و به بالای اونو با جای اون که وضع اقتصادی بدخشان رو این رو به امروز بهتر کنن، برعکس اینقدر ارتش به بدخشان وارد کرده وضع زندگی مردم رو بدتر کرده است. در هر قدر که بیشتر ارتش وارد کنن، اون ارتش میخورد و همین قدر در بازار و نرخ گرانتر میشد، مردم امکانیت خریداری کردن هم ندارن. و من این مسئله خیلی تشویش‌آور است. و دیگر اونی که امروز حکومت میگه که ما در نزد محمد باقر شرط گذاشتیم، یعنی اون شرطی که اون 6 نفر 7 نفری که هستن اونها رو باید به حکومت تسلیم کند و بعد اون میبینن که یعنی که محمد باقر شاید از جوابگری آزاد کنن. و من فکر میکنم که ما در کدام کشور زندگی کرده استودیم؟ آیا کشوری که خودش رو دموکراتی و حقوق بنیاد میشمورد با چنین شیوه رفتار کردن با مردم درست است؟ درست است که از یک نفر تقاضا میکنن که تو باید 6-7 نفری که اونها نمیدونن در این واقعیات تو چه اندازه دست داشتن دست نداشتن، این خودی سود معین میکنن. اونها دست داشتن نداشتن ولی امروز اونها رو با این شیوه میخوان دستگیر کنن. برای دستگیر کردن 6-7 نفر چقدر وای زیاده به بدخشان میبرن. یعنی حکومت خودی اون ارتشی که در بدخشان بود، خودی اون ساختارهای قدرتی که در بدخشان هستند، آیا زورشون به این 6-7 نفر نمیرسد؟ یعنی که در اینجا یک چیز دیگر میون است. اون چیز میون است که تو امروز هم اون رو به مردم گفتن نمیخوان، یعنی از مردم پنهان میدارن که با اون ناآرام کردن بدخشان چی مقصد دارن. یعنی یک بار که زمین به خطور فروختن، این بار اصلا معلوم نیست که با این کار چی میخوان. یعنی اون هم نیست که مسئله گلبدین یا مسئله امردین یا مسئله چهارشنبه یا دیگر و دیگر. در اینجا شاید از این فروختر مسئله استوده باشن. و فکر من این است که باید امروز بیشتر در دیگر منطقه کشور هم از نه اینکه امروز فقط مردمی بدخشان طلب کند که ارتش بیرون از بدخشان برورن، تمامی منطقه تاجیکستان باید این طلب رو کنن. چرا مردم طلب نمی کنن که اون ارتشی که امروز در بدخشان است و اون به نزدیک سرحد به واروخ برن؟ من نمیفهمم چرا مردم تاجیک امروز چنین رفتار میکنن با وقتی که میگن که در بین ما باید محلچگی نباشد و ما یک مردم هستیم، بدخشانی هم تاجیک هستند. اگر این خیلی حرف باشد، چرا در مسئله اون که وقتی که چهارشنبه گفتیم من بدخشانی هستم، اینقدر مردم به شور و غوغا برداشتن که چهارشنبه خودش بدخشانی گفت. یعنی با همین جرم اون امروز گناهکار کردن.
ولی پس اونی که مردم بی‌طرفی ظاهر میکنن مگر این جنایت نیست؟ از این مگر جنایتی سخت‌تر میشد که در یک منطقه تاجیکستان یک ولایت از خود دور کنی اون رو همچون بچه اوگای به یک طرف پرتایی و هر چیزی که خوی امروز نسبت مردم اون صادر کنی و فقط در این سنگر تنها موندین فعالان جامعه شهروندی بدخشان و خود مردم بدخشان و دیگر فعالان منطقه تاجیکستان امروز از یگان تشان سر و صدا نسبت بدخشان شنیده نمیشه. یعنی که امروز مردم بدخشان با غم خودشان تنها هستند، با درد خودشان، با مشکل خودشان تنها هستند و به گوش دیگر مردم دیگر منطقه این چیز نمیرسد و اگر چنین دوام کند من فکر میکنم که یک فاجعه تاجیکستان در پیش است. درست است. معلم، بجز رسانه خبری پامیر دایلی نیوز یگان رسانه دیگر در تاجیکستان صدا به نمی برآورد که در حال مرز در بدخشان چه حال است؟ وضع تاجیکستان چگونه است؟ بله اینم در یک ترس و نگاه داشتن مردم باشه. شاید امروز خبرنگاران زیادی هستند در مسئله پنجشیر می نویسند، در مسئله افغانستان می نویسند، همو از داخل از پایتخت ببینین یگان خبرنگار بغیر امون پامیر نیوز یگان نفر دیگرش امروز در حتی در صحیفه شخصیشان در مسئله بدخشان نمی‌نویسند بغیر از آزیا پلوس که اون آزیا پلوس و آزادی که اونو این خبرو ببینین یگان رسانه دولتی در این مسئله چیزی نمی‌نویسد. چرا رسانه‌های دولتی در این مسئله خاموش رو اختیار کردن؟ چرا اونا نمیتونن که خبرنگاران خودشون به بدخشان فرستونند رو که به بدخشان کشاده است، اینترنت نیست، همون رو که کشاده است، آیا امکانیت ندارن که بروند در آنجا که جنگ نیست؟ خودشون که میگن که در بدخشان آرامی است، پس چرا نمیروند و از اونجا گزارش‌های خودشون آماده کنند؟ چرا تلویزیون تاجیکستان و عموما تلویزیون بدخشان یک طرفه فعالیت برده ایستادن؟ برای که تلویزیون منبر تمام مردم است، چرا اون یک طرفه فعالیت میکنه؟ فعالیت یک طرفه چاپلوسانه جانبداری حکومت دیگر جانبداری مردم نیست، حالا که تلویزیون باید منبر خود مردم باشد. تلویزیون رادیو منبر خود مردم است، منبر تمام مردم است و اون از انداز تمام مردم فعالیت میکنه. برای فعالیت اون تمام مردم کار کرده استادن. درست است. یکی از سبب‌ها شاید بی‌خبری از وضع بدخشان باشد، بی‌خبری دیگر منطقه ها، چون اینترنت در دیگر منطقه ها هست اما در خود بدخشان نیست و وسایل اخباری عامه دولتی که دسترسی به همه چیز دارند اما خاموش هستند، اینها آزاد نیستند. این هم سبب است. اصلا حکومت هم همین چیزا میخواست، به همین خاطر اینترنت در بدخشان مسدود کردن که دیگر منطقه تاجیکستان از این چیز بیخبر مونن و اون دروغایی که امروز میگن حکومت ما که به دروغ عادت کرده است. اونی که مثال گفتن که امردین حتی بین خودشون دو وزیر ما موافقه کردن نمیتونن که باید وقتی که کنفرانس مطبوعاتی شد خو اونو میدونن که خو درباره امردین سوال میشد برای که علاقه جامعه اوگاه است از ربوده شدن امردین، اما با هم موافقه نکرده در کنفرانس مطبوعاتی یک نفر دیگر حرف میگه، نفر دیگر حرف اون انکار میکنند و همین چیزا در خود بدخشان هم همین طور است. مثلا در مسئله اون که مثال میگن که در بدخشان هر 6 ماه وقتی که اصابات میگن که در بدخشان همین قدر یراق از مردم مصادره کرده شد و اون یراق هیچ نیکی کم شود برعکس می افزاید و اون کسی بار سوال نمید که این یراق از کجا پیدا می شد، توسط کدام، توسط افغانستان به بدخشان وارد می شد یا توسط خود تاجیکستان خود همون حربیان اون یراق می فروشند. اون یراق اصلا نیست. اگر اون می بود چرا نام اون نفرایی که اونو را یراقشون را دستگیر کردن، یراق از اونها مصادره کردن، چرا نام فامیل اون نمیگن؟ در صورتی که وقتی که یک نفر از خونه یک
نفر یک چمدان میدزدد یا یک لباس خونه کوله را میدزدد، اسم اون میگن و 20 بار اون در تلویزیون نشان میدن و اون نفری رو که با مواد نشاور دستگیری میکنن 20 بار عکس اون نشان میداد. و چرا اون نفری که با سلاح از اون مصادره کردن چرا اون را یک بار در تلویزیون نشان نمیدن؟ برای که نیست، برای که این چیزا همش دروغ است. بله، سبک خبرنگاری را هم پیوستند بر افسانه پردازی، بله. افسانه میکردن. خب ولی منم و داخل به یکی از خبرنگاران خیلی معروف مراجعه کردیم، گفتن که آیا نمیشد که شما بروین از بدخشان یک تحقیقات ژورنالیستی انجام دهین و شما که میگن که برای ما اجازت است، این امروز حکومت به مردم سر و کاری ندارد، هر کس آزادی بیان است و هر کسی که هر چیزی که میخواد اون آزادانه بیان میکنه. من گفتم پس چرا شما نمیرین از بدخشان؟ نه برای ما اجازت نیست. یعنی گفتم اجازت نیست، پس اجازت نیست برای اون که اون واقعیت به مردم نرسونن، یعنی که حکومت میترسد که حقیقت روی خوب میبراید و همین خاطر نمیگذارن که خبرنگاران به بدخشان روند و تلویزیونی بدخشان هم فقط اون چیزی که امنیت و فرمان میدهد همان را نمایش از روی میدهد. دستیچه امنیت کار میکنن و امروز فکر میکنه که در اونجا خبرنگاران کسبی نیستن و فقط کارمندانی امنیت تلویزیونی بدخشان به دست خودشون گرفتن. بله، هر خبری که قبل از خبردار شدن حکومت یا رسانه‌های دولتی تاجیکستان انتشار می شود در شبکه‌های اجتماعی، اول مردم برخوردار می شوند، سر و صدا بسیار می شود، سوالها برمی آید و همین استرداد امرالدین علوتچویف را هم در روسیه دستگیر شدنش، بر تاجیکستان استرداد شدنش را هم قبلا همه رسانه‌های تاجیکستان هم نشر نکردند و مقامات تاجیکستان هم رد کردند که او آوردن نشده است. بعداً تن گرفتند و این چنین حادثه ها کم نبودند حادثه هایی که با دروغ روپوش کردن می شوند، بعداً شرمنده می شوند. مثلا درباره یک دورتر اگر نگاه کنیم، درباره شراف‌الدین کیشک شرمندگی بزرگی بود در آن حالت، شراف‌الدین گدایف و همین خیل همین طور. خب من اینجا سوالی به شما دادنی بودم، عین حال در صحیفه روزنامه‌نگار معروف رستم جانی که در رادیوی امروز فعالیت داشتن در تاجیکستان، امروز مثل ما بیرون هستند، مواد چاپ کردند، گزارش دادند که چرا امرالدین علوتچویف ادوکات ندارد. فکر شما را درباره همین موضوع دانستن میخواستم، چرا او وکیل دفاع ندارد به فکر شما؟ بسیار سوالی به مورد است. واقعا هم چرا امرالدین وکیل ندارد؟ از روز اولی ربوده شدن امرالدین این حکومت تاجیکستان یعنی به قانونشکنی رخ داد. وقتی که اون را بردن، وقتی که از روسیه به تاجیکستان آوردن و در روزهای اول هم چندین خبرنگارو، چندین خویش و تبار و دوستان امرالدین مراجعت کرده بودند که امرالدین در تاجیکستان است، اما وزارت کارهای داخلی رد کرده بود، گفت که امرالدین در تاجیکستان نیست. یعنی از روز اول وقتی که این کار غیر قانونی کردن، این پامال کردن نقض حقوق امرالدین بود و چون قدم اول با قانون شکنی شروع کردن تا آخر اونو این چیز ادامه میدن و فکر میکنن که برای دسترسی امرالدین به وکیل حتما مشکل ایجاد میکنن و شاید یگان وکیل دولتی هم براش بتنم و از اونی که خودشون یگان وکیل خواهن، من فکر نمیکنم که به امرالدین اونو وکیل یعنی که پیشنهاد کنن و چون این مسئله خیلی مسئله داغ است، فکر میکنم که زیاد وکیلای ما هم که امروز نمیتونن از مردم دفاع کردن و اون وکیلایی که بودن که واقعا به روی منفعت مردم کار میکردن زیادشون از کشور برآمده رفتن و فکر میکنم که امروز وکیلانی کسبی که واقعا میتونن که مستقلانه کار کنن و با حکومت یگان همبستگی نداشته باشن خیلی کم در تاجیکستان موندن و من فکر نمی کنم که امروز مسئله با وکیل خوب تامین کردن امرالدین مشکل ایجاد نکند. و اگر اونجا هستن اون وکیلایی که
لیگ چی بود ژورنال وکیلان مستقل اونی که برای چهارشنبه از اونو وکیل گرفته بودن اگر اونو سر و کار گیرن اما فکر نمی کنم اونو هم دست خیلی کوتاهی دارن و در این مسئله همردین من فکر نمی کنم که اونی که امروز مردم طلب کرده استودن و اونی که جامعه شهروندی و از بیرون مردمی بدخشان طلب کرده استودن که همردین باید آزاد شد در حقیقت همردین که گناه ندارد وقتی که آدم بیگناه را اینو با جرم دستگیر کردن آیا براش وکیل میتن شما این چیز فکر نمیکنین که براش حتما اینو وکیل تعیین میکنن یگان وکیل خوب باشد که یعنی خیش و تباری اونم بتونن که برای اون یک وکیل خوب پیدا کنن اما موافق قانون باید تعیین شود برای که این قانون شکنی ها که نو کرده استودن از روز اول این میتونستن وقتی که روزای از 25 تا 28 نوامبر وقتی که در بدخشان همین واقعه ها شروع شدن میتونستن وقتی حکومت اگر به استقبال مردم میرفت این حالت تا 2-3 ماه طول نمیکشید یعنی مردم بدخشان در همون روزها هم چیز زیادی که طلب نکردن مردم بدخشان طلب نکردن که برای ما کارخانه سازین برای ما اینقدر مبلغ برای بودجه ولایت مبلغ این راههای ما را ساز کنید تمام شرایط اقتصادی بدخشان خوب کنید چون که بدخشان ولایت مختار است مردمش کارخانه صنعتی ندارن که در آن کار کنن و وقتی که زمین حتی در از این هم طلب نکردن که در مسئله اونی که مثال زمین ما را شما و وقتی که به خطای فروختیم با پرسش مردم بدخشان ما حق و حقوق زیاد داریم ما میتونیم بر عوض اونی که شما زمین فروختین مردم نپرسیدین پس چرا در بدخشان شما نمیتونین که سرمایه چین جلب کنین که در اینجا کارخانه سازن راههای بدخشان رو عبور کنن این چیزا که مردم طلب نکرد طلب مردم فقط قانون بود رعایت قانون بود وقتی که برای رعایت قانون طلب پیش میگذارن مردم حکومت این چیزو اجرا نمیکند و بعدا خودش حقوق پایمال میکند دیگر در اینجا مثال ما چی بوید یعنی که این همه چیز دیگر مردم بودن حکومت این همه چیز سرچشمه همه چیز آب میخورد از اون که خود حکومت امروز حقوق ویران کرده است و در مسئله بدخشان اون وقتی که حکومت طلب میکند که اون 7 نفر باید امروز به مقامات تسلیم کنن و مردم که اجرا نکرده استودن اول باید در اینجا حکومت فکر کند که من که طلبات مردم اجرا نکردم یعنی که وقتی که اون گروه 44 و جامعه شهروندی بدخشان طلبات خودش را پیش گذاشتن و وقتی که حکومت وعده کرد که ما اجرا میکنیم و طول 3 ماه شده است که اون جنایتکارانی که به کشتار گلبدین دست زدن اونها را تسلیم مقامات کرد و باز از مردم طلب میکند که این 6-7 نفر دیگر را به ما تسلیم کنین یعنی که مردم دیگر به این حکومت باور ندارن یعنی درست حکومت وقتی که به استقبال مردم نمیره در اینجا اعتماد نیست وقتی که اعتماد نیست دیگر اون اعتماد به دست آوردن خیلی دشوار است پس اون به چی میبرد البته به جنگ و جدال میبرد حکومتی که به جای جنایت یک پروکورور جنایتکارش را تنگ بگیرد و او را جزا بدهد مقابل مردم برآمده است دیگر مردم چرا اعتماد کند بر این حکومت درست یعنی گفتید در اینجا اون گروه اون نفرایی که امروز در بدخشان به تظاهرات برآمدن و حکومت توسط تلویزیون بدخشان اونها را جنایتکار اعلام میکنند اونها اصلا جنایتکار نیستند جنایتکاران در دالان‌های حکومت گشتند یعنی اونها جنایت کرده استادن وقتی که اونها قانون پشت پا میزنن یک نفر یا یک معلم آموزگار بیچاره در این وقت چیکار کرده میتوند وقتی که طلبات مردم که چیز زیاد طلب نکرد وقتی که طلبات حداقل یک طلبات همون تظاهراتگران قانع کرده نشد یک طلباتشون اینترنت بود از چی میترسد حکومت که روز اینترنت به مردم نمیدهد که در معاصره اقتصادی و کمونیکاسیونی نگاه داشته است یک ولایت
اقلا پس همین وقتی که حکومت حق باشد و وقتی که گلبدین جنایتکار باشد، امرالدین جنایتکار باشد، تمام مردم بدخشان جنایتکار باشد، تمام مردم روشقله را امروز اینا جنایتکار نشان میدن که حتی یک دیرکتور خواجگی جنگلش گویا که اینقدر پول تصرف کرده است و اینقدر پول از خود کرده است. خواجگی جنگل روشقله چی دارد که امروز فقط همه جا کوفته ایستادن که در بدخشان چی دارد؟ اون از جهت اقتصادی هم چی دارد امروز اینو کوفته ایستادن؟ مگر در دیگر منطقه‌های تاجیکستان این چیز نیست؟ زیادتر از جنگل در بدخشان هیچ چیز ندارد. ما با این مسئله جنگل هم نه، وقتی که امروز آموزگار باید رسالتش تعلیم دادن بچه ها است و در این شرایط میدونن که در زمستان که زیاد طلبا ساعتهای همون معین هم درس خوندن نمیکنن، اما در این زمستانی سر اقلا نمیگذارن که همون مردم در دقتشون بخونن. فقط یک مارشروف که از ماه دیگر پختچینی است، ماه دیگر حلف دروی است، اقلا در این زمستان هم نمیگذارن که آموزگاران به تعلیم و تربیه مشغول باشن، اونها را فقط به ساختارهای قدرتی دعوت میکنن و فقط در ترس و هراس و در فشار روانی قرار میدن. این چی است پس؟ این یعنی خواندن و سوادناک شدن و هوشیار شدن مردم بر ضرر خود میدونند و پیش راه انا همین بیدار شوی را میگیرند. مردم بدخشان که خوب فطرتاً بیدار هستند. بله درست است. و من نسبت اون که امروز بعضی نفران طلب میکنن که باید چهارشنبه آزاد کرده شد، چهارشنبه بخش. آخر چهارشنبه چه گناه کرده است که چهارشنبه اون وقتی که ما طلب میکنیم، وقتی که ما زوره و التماس میکنیم، این معنای اون دارد که نفر گناهکار است، اما اون که گناهی نکرده است. وقتی که اون گناه اون الان اثبات نکردن از روز اول، چرا اون گناهکار میخونن و چرا بیشتر به این مسئله توجه میکنن که الان برویم از فعالان بدخشانی که در روسیه هستند اونها را چند نفر دیگر را به تاجیکستان بیاریم، اونو یعنی کی را بوده. این فقط همش چرا حکومت وقتی که حق باشد از راه‌های قانونی کار نمیگیرد؟ چرا توسط تلویزیون دولتی اثبات نمیکنه به دروغ به فتنه انداختن؟ بله آیا حکومت خودش واقعیت به مردم نشان نمیده؟ چرا اینترنت نمیکشد؟ چرا خودی همون یک نفر نه 10-15 نفر کارشناسی هم کارشناسی بگذار دولتی باشد، کارشناسی مستقل باشد، اونها را دعوت کند، یک میزی مداور کند، از این وضعیت و خوبی برایند. چرا مردم در این زمستانی سر در موسیقی نگاه می‌دارند؟ درست است. معلم اینجا گفتید که چرا حکومت از راه قانونی کار نمیگیرد؟ آیا این حکومت جنایت پیشه از قانون آگاهی داشته باشد؟ یگان نفری در سر حکومت بوده از اصل قانون آیا خبردار باشند؟ هر چی دلشان خواست همان را کردند. اینجا بسیار گفتیم. در یک نکته فکری شما را دانستن میخواستم که بله ما کمبودی ها را گفتیم، ما گفتیم که حکومت چه جنایت ها را ظاهر کرد و مردم را چقدر در محاصره همه جانبه نگاه می‌دارد، حقوق مردم را پایمال می‌کند. اگر به زبان بیولوژی گویم، اگر به زبان طبیعی گویم، اگر امروز بدخشان بیمار است، عموما کل تاجیکستان بیمار است و اگر بیماری را یک سرایتی گفته منبع آن را ویروس گویم، اگر ویروس در سر حکومت آمده نشسته است، علاقه بیماری مزمن شده است. مزمن یعنی چیه؟ بروسی گویند خرانی چیز که شده است. راه تبابت را در چی میبینید؟ راه تبابت که من گفتم فقط به استقبال مردم رفتن و واقعا اون نفرایی که از اول اون نفرایی که شروع کرده از همون پروکوروری که ما گفتیم، یعنی اون نفرایی که در سر قدرت بودن، در سر وظیفه بودن، از اونها باید اول اونها جنایت صادر کردن. یعنی از همون روزای اولی که مثال مادر گلبدین شهید میگد که برای اون دعوتنامه نامده بود، مادر دروغ نمیگد، واقعا اگر اینا دعوتنامه به او به او روانه کرده بودن، چرا نسخه اون دعوتنامه را نشان؟ من که میگم باید واقعیت باشه توسط تلویزیون دولتی، توسط شبکه‌های اجتماعی،
توسط رادیو باشد، روزنامه باشد، واقعیت نشان کرد. وقتی که دیگر یعنی که اعتماد برای اعتماد وقتی که در بین مردم باید اینو بین حکومت و مردم اعتماد باشد، یعنی که یک کوپروک مستحکم باشد. امروز این کوپروک نیست، این کوپروک باید از نو ساخته شود، یعنی که این کوپروک اینو شکستن، فنا کردن و تو اونی که از نو یک کوپروک مستحکم نباشد و اینو همین خیلی دوام کردن گیرد اگر و در ترس و هراس نگاه داشتن مردم، یعنی که وقتی که اونا تبابت نمیکنن، معالجه نمیکنن، بیشتر اونا میترسونن، یعنی بیمار میترسونن که تو فردا میموری، تو بعد یک ماه دیگر میموری، 2 ماه دیگر میموری، اون چی میشه؟ بله. یعنی و تشخیص این بیماری نادرست گذاشته می شود. نفران تشخیصگر اختصاصمند هم نیستند. درست. وقتی که قانون رعایت نمیشد، قانون نباید از بالا اول رعایت کنن. وقتی که از بالا این مردم بدخشان فقط قانون رعایت قانون طلب کرده استودن. ببینید هر یک مراجعتی که اونو کرده استودن فقط در اون مراجعت ها اونو رعایت قانون طلب کرده استودن، برای که اونها با این بزرگ شدن، از بچگی اونو را بزرگ کردن که باید قانون است، عدالت است، تو باید اون رعایت کنی. اون همینجوری بزرگ شد، یعنی اون دیگر خیل کردن نمیشه. پس شما هم با اون در دوره قانون رفتار کنید. وقتی که رفتار نکردین از این بدتر میشه. درست یعنی که امروز شما میخواین محمد باقی را با اون 6-7 نفر دیگر فکر میکنین که با این تمام میشه. شما سال 2012 هم همین فکر کرده بودین، از این پیشتر این فکر کردین، اما هزارو باقی دیگر به میدان میبیاین. باقی‌هایی که بازم شاید مستحکم‌تر باشن، خیلی بقوت‌تر باشن، شاید در خارج ها تحصیل میکنن، در کجای بیشتر میآموزن در اینستیتوت‌های بزرگ بین‌المللی در دیگر جا. اونو با این شیوه پس با اون حکومت کار نمیکنن، یعنی که اینها باز هم اونها تماما باور میگن که این حکومت دروغگو بود. حتی 5 پیشنهاد جامعه شهروندی را یک تاش اجرا نکرد. اقلا یک تاش اگر وقتی که به نزد مردم نبر اومدن حکومت دارو، یعنی حکومت از چی میترسد؟ از مردم خودش که میترسد. پس اگر بیگانه به کشور هجوم کنه چی میشه؟ ولی از مردم میترسند و از بیگانه برای بالای مردم خود فشار دادن امروز کمک هم میپرسند. سر و صداها بسیار است که چهره های اسلامیانی دیده می شود در مرز بدخشان. در کنار این مردم بدخشان که چهره دیگرگون زود آشکار می شود، میگویند که چهره های دیگرگون را هم میبینیم. یعنی همین خیلی یک میش گفتن، آوازه های هم هستند که از ارتش بلاروس کمک پرسیده و علاقه حضور دارد. بله، خود از خود مثلا نگفتند که از یگان کشور دیگر روسیه نگفتند، دیگر محض بلاروس گفتنشان این یک دلالت عمیق بودن، دقیق بودن حال است، خبر است. بله خب بسیار خوب معلومه، هم معلومات بسیار هم دانستنی های بسیار از شما گرفتیم. باور دارم که تماشابینان هم خیلی خوش پذیرفتند. امروز ما بانوان نمیتوانیم که خیلی گفتم مثل مردان سلاح برداشت کنیم. میدان متانت و جسارت را هم در کشور امروز بوخی کرده ایستادند که خیلی ها بیرون هستند یا در زندان هستند یا در بین مردم باشند هم فشار داده ایستادند. از دست ما می آمدهش همین است که با سخن خود، با محبت مادرانه خود، با فهماندهی های خود پیش راه حادثه های مدهش را گیریم. معلمه جان بسیار تشکر میگویم برای اشتراکتان در برنامه. امیدوارم که من بعد نیست با برنامه های ما خواهید بود. آباد باشید. بسیار تشکر. آباد باشید شما هم. خب تشکر میگویم و ادامه میدیم مارافون امروزه ما را. بابا جان مرحمت قبول میکنیم. الله السلام علیکم. ما را میشنوید؟ خب با فکرم صدا از جانب خود بابا جان خاموش کرده شده در تلفنشان. زن قبول میکنیم نباشد. مرحمت. السلام علیکم.
میشنویم شما را. صدا را نه و معلوم که ما را میشنوید. سلام علیکم. و علیکم سلام. دادر هستند یا برادر؟ خوش آمدند به برنامه. رحمت کلام خدا. خب امی جیان یا شدن. سوال دارم که شما امی بدخشانی امی کلابی دنگره قرغن میگه مقصدی سبب تا چی باشه امی مقصد؟ مقصد بدخشان یک بریده جگری وطن من است. برابر بدخشان درد میخوریم، برابر بدخشان غم میخوریم، غم مردم همین بدخشان را میخوریم. ما نمیخواهیم که در یک گوشه وطن عزیزی ما امروز افسران سپیتناز را آماده کرده روانه کنید، نسبت مردمش زورآوری باشد، نسبت ادامهای مردمش که یکی را راهبر انتخاب کردند میخواهند پیروی او باشند امروز فشار دهند از 4 طرف. دیگر از 4 طرف بدخشانی ها را باز دارند، برند استرداد کنند، عذاب دهند، مثل علاوت شایف مثلا 2 روز بیهوش خوابد، بیهوده ضربالت کنند. ما نمیخواهیم دیگر گلبدین کشته شود و مادر در هوای سرد دست لرزان لبهایش از سردی پریده زیر چشمانش کبود شده آه و ناله کند از منبر ایستاده. چقدر مادران دیگر جگر سوخته در پی آب دیده ریزند. ما همین را نمیخواهیم. مقصد ما همین است. من هم امروز بدخشانی هم اگر جان بدخشان درد میکند، برابر بدخشان من هم برابر نفس او نفس گرفته درد میکشم. این از انسانیگری درک میدهد. خب نه کوئی پرابلمایی که شما گفتین حوزی بدخشان اینجا یگان گپ نیست که بدخشان یا که جنگ راست حوزی واقعا تمام جدا هم ترشید است همینجا تو تاجیکستان این گپ نیست. نه قرقیزستان تاجیکستان با نه اوکراین روسیه تمام جا می گپ است. در تمام جا در داخل خودشان نه. قرقیزستان مثلا گرد همایی کردند و رئیس کدام یک شهر را خواستند که از وظیفه سبکدوش کرده شود. قزاقستان هم همین طور. قرقیزستان وزیر تندرستی را میخواهند دیگر کنند. برای همین اعتراض مردم هست، خونریزی نیست. یراق جانب مردم کشادن یا مقابل مردم قرقیزستان یکی از حکومتداران تیر کشاید. میبینید قرقیزستان چیکار میکند. در تاجیکستان برادر با برادر امروز برادر را با برادر مقابل مانده ایستادند. خب برادر هم برادر لبو همین برادر که همین دهان شجیقید همش خوب نشد آخه. یعنی آرام باشد سرخم کند حکومت چیکار خواهد همان را کند همه خوب خواهد. این سرخم نشیدن قطعی یا که سر شود دوش چیپران با جنگ میشه سال 92 هم بود میشه. نه جنگ نمیشود. باز جنگ نمیشود. امروز یک نفر برای آبادی سر بردارد نمیگویند که آرام باش باز آلمان فاشیستی هجوم کند 20 میلیون آدم میمیرد ما همون سال 41 و 45 نشود نمیگوییم که. از کجا در ذهن ما همین کلمه را چسبانده موندن؟ ما جنگ نشود، ما جنگ نشود، جنگ نمیشود. اگر جنگ خواهان آمده سر قدرت ننشینند جنگ نمیشود. ما چقدر جنگ نمیشه؟ شما میگه مردم بخیزه، مقصد مردم خیزه باش جنگ شود. مردم بخیزد نه، مردم نخیزند. حکومت دست ظلم از سر مردم بردارد. مردم را مانند آسوده زندگی کنند. حقوقشان حمایت شود. اما گپایی که مقصد همین تیر چشم ندارد. فهمیدی؟ تیر چشم همین تیر اما بسیار کمبرنال نمیرسه یا همین یگون چیده میرسد. همین میخیزه جنگ میشه با رنگی همون چی میده همون نمازین سول میشه. دادر جان تیر چشم ندارد. تیر زن چشم دارد کو؟ تیر چشم ندارد. فرمانده بر تیر زن چشم دارد. عقل دارد کو؟ خداوند داده است همه را. خود تیر ندارد. عیب را بالای تیر نباید گذاشت. خداوند همه را عقل داده که همه نه که ما نمیخواهیم که تاجیکستان با همین سالی که 90 آدم را بوش کرده دختر یا مواد بو کرده همین رنگ هم خیلی میشه با این دفتر ایدا بدتر میشه با عذاب بچیده با صلبه ایدا خوب نیست. اوزی خم کنجی آبادی خیلی همین لبوی کس جنوب پیش بعد جنوب لبوی کس شود رنگ ای جنوب بدتر میکنیم برای که چیزی چیزی بود نبود. یعنی شما علاقه در مغز خود همین چیز را قبول کردید که هر نفر به جای این جنابتان می آید بدتر از او می کند. یعنی جناب بودن در نظر شما همین خیلی آدم مدهش، همین خیلی آدم ظالم و بدکار است. رئیس جمهور را همین گونه قبول کرده مگر از این دیگرش آید بدتر از این می کند. مردم رئیس جمهور باید بدتر کند باشد.
بدتر نگهدارک باشد؟ چرا انسان نباشد؟ من یک سوال میدهم، یک سوال عادی ساده کرده میگویم. وقتی که در یک خانه همه تشنه هستند و همین جمک آب هست، اگر کشاید آب میبیاید، اما پدر خاندان میگوید ما نکشا طوفان دوره نوح می آید، نکشا آب را همه جا را آب فرا میگیرد. نه، جنگ نمی شود. دست ظلم از مردم بدخشان بردارند، آزادی مردم را تامین کنند. یک سوال عادی برایتان، چرا اینترنت در بدخشان تا هنوزم برقرار نمی شود؟ چرا؟ اینها بچه جایره نیستند، فرزند اوگه وطن نیستند، چرا اینترنت ندارند؟ در تمام دنیا هست، بدخشان ندارد. چرا؟ من گوش که امی قزاقستان امی گپ شد اینترنت تلفن رو کار کرد برای که تینجی جا میخواد. اوزی تینجی چی گپ شد؟ اوزی با تینج امو رنگ پیشینه رفت. یک هفته نبود باز دادن. 2 ماه باز بدخشان اینترنت ندارد. 2 ماه. جنگ نه، خونریزی نه، آتشگیرانی نه، حکومت را نساختن بدخشانی ها. یگان خیلی تبدلات نیست، اما اینترنت نیست. چرا؟ قزاقستان نشده است هنوز. خب در پهلویتان نشسته و خودشان گپ زدن گیرند، لقمه دادن شرط نیست. همین جناب باید حمایه دولت خودش میکنه، نه که دیگه چی. خب در چین المپیاد تماشا دارد، خبر داشته باشند از حال همین بدخشان. اینا مقصد هازی دن نمامه چی پاوینه فلاکت در قرقیزستان یا در تاجیکستان چیزی گپ شده است. مقصد همین را میخواد که تینجی جا. بله. خب همین بغل همین چه خلق میره یا که اون مچتا جوشیده استن تو کی چیده میخواد تینجی شود. نه شما با عیس خلق میگین مخابرات اخبار و سن شروع. بیاید دادر، من با شما بحث و جدال نمی کنم. از تماشابینان میپرسیم که بر فکر شما چه فکرهای دیگری دارند؟ می شود؟ فکری من میخوام که تینجی آبادی شود. من هم همین رو میخوام. ما هر دو یک چیز میخواهیم، فقط شما از دیگر جانب میخواهید، من از دیگر طرف. آنچه من پیش آوردم برای دفاع حقوق مردم از دیگر طرف است. خب زن قبول میکنیم؟ مرحمت. بله، السلام علیکم. الو، ما رو میشنوی؟ بله میشنوم خواهر جان. سلام سایما جان. و علیکم سلام، خوش آمدید به برنامه. تشکر. من اولا سلام خود رو به تمام مردم عزیزم، مردم شرفمند تاجیکستان میرسانم. بعدن همدلی خودم رو به مردم بدخشان. من هم یعنی از راه دور، از راه خیلی دوری های دور خودم رو امروز غم شریک و در پهلوی مردم بدخشان میبینم و خودم رو در صف اون مادرانی که امروز به خاطر دفاع از مرز بومشون، دفاع از جوانان برمند بدخشان حاضرن و در شبکه ها از همراهی خودشان صدا بلند میکنن، در قطار آنها میبینم. هرچند امروز سر کارم در کار هستم، لیکن همون لحظه که خوراک نصف روزی یا که استراحت نصف روزی دارم، این وقتم رو به خاطر اون مردم میبخشم و امروز همدلی خودم رو از همین دوری های دور اعلام میدارم. من چی گفتنیم؟ من از تمام جامعه شهروندی، از تمام زنان قلمدار، یعنی از تمام مردم قلمکش امروز میگویم آره، از دست ما زنها میگن که چیزی نمیاد. این میآید همدلیم و همراهیم و هم قلمیم و باید ما همیشه در بر این مردم بیستیم، چون ما هم میدونیم که مردم بدخشان گناهی ندارن. آن جوانانی که کشته شدن، آن جوانانی که به اسم این شهید زنده یاد گلبدین زیابکوف گناهی نداشت. یک بار زنای ما، مادرای ما به آه و ناله و آن اشکان ششمان مادر گلبدین نظر اندازان و قلبشان را باز کنند که آن مادر چی گناه داشت که پسرش به این وحشانیت کشته شد. یک بار به حال مادر خانواده امردین علوت شایف نگاه کنند. یک بار به چی گناه داره این جوانا؟ آن نفرایی که دفاع از مرز بومی خودشان کردن چی گناه دارن؟ به همین خاطر نباید بی‌طرف بودن این قضیه، چون بدخشان پاره تنی همه تاجیکستانیان هست. به همین خاطر من گفتنیم که بی‌طرف نبستن،
بی‌طرف نباشند و در این قضیه سهم خودشان را گذارند. چون که میگویند این دیر یا زود این اشتباه خودش را این حکومت خودکام میفهمد. این جنایت هایی که بالای این مردم کرده است به جواب نمیماند. میگویند بزرگان هر کی در دشمنی خلق روان است چو بحر، زود باشد که سر خویش چو گرداب خورد. درست است. و یک شعر رودکی هم بود: عیسی بره دید یکی کشته فتاده، حیران شد و بگرفت به دندان سر انگشت. و یک مصرع دیگر دارد گفتا که کی او را بکشد آن که تو را کشت. برای یک تیغ میکشایی از دیگری میبینی. درست 100%. و واقعا یک حرف جانا که گفتید هر مادر اگر حالت مادر گلبدین و مادر علاوچا رو اگر حس کند پای میبرد که احوال بدخشان چگونه است. مسلمان باید در پست خودش حس کند هر وضعی که بر سر مشکلی که بر سر دیگری آمده. واقعا درست. آره چون که سعدی بزرگوار هم گفته است بنی آدم اعضای یکدیگرند. پس اگر ما آدمیم پس اعضای یکدیگریم، باید حس داشته باشیم، باید دل داشته باشیم، باید در این قضیه هایی که ربط به یک زن، خانواده، مادر، دختر دارد بی‌طرف نباشیم. برای از چی ما هراس داریم؟ باید صدا بلند کردن برای یک اشک مادر این جرم است؟ آیا همدلی به یک مادران، به یک خواهرانی که امروز در محاصره گرفتارن، آنها هر شکنجه میشن چون میفهمیم که میگن حتی نمیتوانند آزادانه مثلا رفت و آمد داشته باشند. هر مادر حس میکنه که وقتی فرزندش در امن نیست اون مادر راحت نداره. مادرای اون جوان مردان امروز راحت ندارن، امروز آرامش ندارن. پس ما چرا بی‌طرف باشیم؟ واقعا درست. خب معلمه یک مسئله همواره فکری مرا بند میکند. در کشورهای اروپا که زبانهای گوناگون، ملتهای گوناگون، تمدنهای تماما گوناگون، عرف و عادت گوناگون، اینها همگان یکجا سر برداشتند و یک سیستم جاری کردند، اقتصاد را پیش بردن گفتند، یک مقصد جاری کردند، پول یگانه، راه یگانه، مثلا قانونهای یگانه و اینها توانستند پیش رفتند. امروز در همان کشوری که مثلا شما زندگی میکنید آیا یگان بار بحث و جدال بالای لباس یگان نفر برمیخیزد یا بالای ریش یگان نفر یا بالای یگان طعام در شبکه‌های اجتماعیش بحث و جدال و حقارت شده میرود؟ نمیشود. همین ما را در همین حالت نگاه داشته ایستادنشان به فکرم در حقیقت درست است که مردم را آواره کرده میمانند. این یک اصول مردم نگهداری یهودان بود که در یک کاغذ می نوشتند و همین را به 10 نفر روان کن گفته مردم را به نوشتن همین 10 خیل کاغذ یک خیل آواره میکردند میماندند. مردم با همان آواره می نشستند، در بالا خودی حکومتداران چه نوع مقاله هایی نمیکردند. با فکر من همین حال است. خیلی درست کرد. درست. خب من هم میخوام در همین موردی که شما گفته که در اینجا یک دلی و همرأیی و همچی وجود دارد، این یگانه عدل است. عدل است و قانون محوری. اینجا همه چی قانون رعایت میشد. وقتی که بالایای ما حکومتداران ما خودشون قانون رو اجرا نمیکنن همیشه ترس از مردم دارن. وقتی انسان به خودش باور داره، اعتماد به خودش داره، ترس کجا؟ من هم در شرکتی در یک کارخانه دولتی کار میکنم اینجا. وقتی که کار میکنم کسی بر روی مال من با کاری من کار نداره. همان وقتی که من رفتم به پیش کارفرما ما صحبت گذراندیم، من این چیزا گفتم که من رومال پوشم و در یک روز ما 5 وقت نماز داریم، 2 وقت نمازی من در همین کارخانه شما میگذره. آیا برای من اجازه هست که من همون وقتی که استراحتی که چند دقیقه 15 دقیقه یک وقت داریم 15 دقیقه مثلا چند خیلی استفاده میگه من میتونم که همیره 5 دقیقه شه در وقتی پیشین و 3 دقیقه دیگه شه وقتی عصر همیره در چی بگذرونم در وقتی نمازخوانی. حتی اونها برای من جای همین چی کردن. یعنی این چیز وجود نداره که تو چی لباس میپوشی، چی کار میکنی، با کدوم دین هستی، فقط جای کار سیستم کاری است. اینجا وقتی که اینجا باوری است پیشرفت میشه، صداقت است پیشرفت میشه، همه چی از روی صداقت، عدل، قانون محوری پیش میرود. حکومتدارای ما از این خیلی شما هم درست قید کرد که مردم آواره میکنن. مردم هر روز به یک کار آواره میکنن تا جنایت‌های آنها آشکار نشود. همیشه مثل زن‌های شوخانگر یک چیزی را بهانه میکنن، یعنی به خودشون اعتماد ندارن.
خیلی سخته. من نمیدونم تا کجا دوام میکنه. این منم دلخون میشم از دور میبینیم حالت وطن. من هر کس میخواد امروز آبادی را در وطن خودش این کارهایی که ما در اینجا انجام میدیم نیست اون رو اگر ما در وطن همیشه صادقانه انجام میدیم، هر کدومی که در بینست این آرزو را داره که همین کارا رو برای در وطنش انجام میده، لیکن نمیتونه. ببینی قضیه مردمی مقصد نام تاجیکا در همه جا با شناخته میشه با مردمی پامیر، با اسم کوی پامیر. یعنی که هر وقت خارجی میبینه میگه پامیر. وقتی امروز میبینم مردم پامیر در چی حاله، میشنون که مردم پامیر به چی حال گرفتار کردن. ببینید که همه دیگه نمیدونم با کدام اندیشه اینو پیش میرن، با کدام وضع آموزگارا رو ببینید. خب وضع آموزگارای ما رو ببینید که همه آموزگارا همه دیپلم دارا فرار کردن از وطن. یعنی این برای اونها یک فاجعه نیسته، ولی که هر کشوری که معارف و مکتبش کاسته شد دیگر جامعه هم کاسته میشه. این مردمی بدخشان خیلی مردمی بسواد، من وقتی که ما در دانشگاه تحصیل میکنیم همکورسای زیاد داشتم از مردمی بدخشان که خیلی دوستی تا حال هم دوستی داریم، یعنی رفاقت داریم با هم. همسایه های خود من مردمی بدخشان بودن، اینقدر دوستی ما داشتیم، قدر مردم صادق هم هستند. بله مردمی صادق هستند. برای چی آنها رو وقتی میبینن که وقتی میبینن آنها مردمی صادقن، ببینید امروز فشار بالای آنها میشه، چون چاپلوس نیستن، قانون محور هستن، عدالت خواه هستن. از سالهای از کسب 2010 و 2012 این فشار بالای آنها دارد ادامه می‌یابد. بله، خانواده ها رو هم در یک خانواده همه رو هم در خاطر داریم کشته رفته بودن، شبانه خانه کشته رفته بودن از جانب مقامات بود. این همه 2015 سال نقض در خاطر دارم. خب این گونه حالت ها هم بود در بدخشان. و اینجا خوب قید کردید که با نام پامیر میشناسند. یکی از خدمات های شایسته برای با نام پامیر شناختن این همون دسته تیم فوتبال پامیر بود که در سابق اتحادیه شوروی در زینه های اول میرفت. بعد روسیه پیش از روسیه فرامده میشد. یکم دویم سوم بود همه وقت. این لحظه اگر ورزش تاجیکستان همین تیم زنانه را اگر چی کنیم دور نمی رویم. همین آخرین بازی های فوتبال بر قرقیزستان هم باید دادیم، بر ازبکستان هم، بر ایران هم، و تمام همون کشورهای آسیایی باختند بازی را. دیگر پامیریگری همان هم نماند. واقعا درست میگوید. و این باعث افتخاری من بود. درست است. چون مردم جهان این اسم رو خوب در یاد دارن، این اسم رو خوب میشناسن و هر کجایی که اینترنت چی میکنن اول همون جا رو میکنن و برای ما نشان میدن که اینجا ما میدونیم که تاجیکستان است، یک گوشه تاجیکستان است. درست است. در تمام کشورهای دنیا گفتم که بر سر و لباس و زبان و ملت و نژاد و به این چیزها اعتبار نمیدهند، چون مقصد کار است، کار را میکنه. در سر مقصد اساسی اعتبار میدهند. در حکومت ما برعکس، از در حکومت حتی لباس ملی طلب میکنند و این سبب چیست؟ شاید حکومتداران خود حکومتداری چی بودنش را درک نکردند. مثلا وزیر معارف گفت که فاجعه نیست که معلمان میروند کسب خود را پرتافته بر هجرت میروند. شاید او خودش از معارف آگاه نیست که معارف چیست. خودش در سر وظیفه چی بودن وظیفه‌اش را شاید نداند. وقتی تخصصی نیستن، وقتی که کادرها در جاهای خود وقتی تخصصی نیستن، تجربه کاری، تجربه مثلا زمینه کاری و زمینه فهمیش ندارن، این چیز خودش یک فاجعه. پیش از آن که آموزگار بگریزه، همون وزیر معارف شدن یک نفر به صلاحیت خودش فاجعه است. درست است. فاجعه هم هست. یک از کنار نگاه کنید، نویسنده روسبودکو گریبای نوشته بود داد از دست عقل. نفری که درک نمی کند، این چیزها را نمی فهمد، آرام زندگی کردن می تواند، حضور از اوست. اما نفری که می فهمد داد از دست عقل اوست که یک تئاتر مضحکه را می ماند. دور نمی رویم. همین نشست مطبوعاتی. من هم از فرصت کوتاه، چون وقتی تنفسی من هم به آخر میرسد، نمیخوام چی شوم، یک بار دیگر مراجعت من به همه مادران بخصوص زنها، دیگر باور کن مردها قطعی مراجعت کردن حیف، مرد حکومتدار اکثرشم نه، بعضی هاشون دیگه
مراجعت من به خواهرها و مادرها هست که بی‌طرف نباشن، چون بی‌طرفی بی‌شرفی است. در این قضیه مادرای بدخشان، زنهای بدخشان بی‌طرف نباشیم و همدلی خودمون رو به هر نوعی که باشد، خواه به دست، به قلم، به زبان، به کار، به هر چیزی که ما میتونیم، به هر چیزی که میتونیم امروز در پهلوی مردم بدخشان باشیم، چون درک این کنن یک که کار تنها قلبی نیستن. همه ما هست. بله، بار حس دیگه کنن که خدا آنها نگهبان. بله بله درست. سلامت باشید. بسیار من به شما تشکر. خیر خوش میکنم. بسیار تشکر. تنفس که باید استراحت کنید، بر برنامه ما وارد شده به ما کمک کردن. این خود علاقه از انسانیگری یک نفر درک میدهد. در یک لحظه تنفس به جای استراحت به برنامه وارد شده فکر خود را گفتن. نفری که در وجودش یک حس وطنداری، وطن دوستی، یک صداقت بر وطن احساس می شود، او وقت می یابد. نفری که هراس دارد، همواره همین پرستش یک بود، یک صنم سنگین نیو زنده بیولوژی را دوست می دارد، او همواره بهانه پیش می آورد. کارم بسیار بود، من نتوانستم اشتراک کنم یا اینترنت هم نبود که وارد شده در برنامه تان اشتراک کردن نتوانستم و غیره و هکذا. برنامه این ماراتون است، ماراتون بر دستگیری مردم بدخشان است. ما هم نفس بدخشان هستیم، هم درد بدخشان هستیم. من مادر گلبدین هستم، برابر مادر او. من خواهر او هستم، من خویش و تبار او هستم. امردین علاوت شایف تو خویش و تبار من هستی. شعر سعدی را خوب خاطررسان کردن. چوزوه به درد آورد روزگار، دیگر عوضها را نماند قرار. تو که از مهنتی دیگران به غم، نشاید که نامد نهند آدمی. همین 4 مصرع همین شعر سعدی را در دروازه بریتانیا کبیر نوشتن که اونجا ملت های خیلی گوناگون زندگی میکنند. این البته باعث افتخار ما هم بوده میتواند که از شاعر فارس انتخاب کردند. ای کاش امروز میدانستند که احوال یک جزء همین فارس و تاجیکان در چه حالت است. قبول میکنیم نفر دیگر را. مهاجر شنونده دائمی ما، اشتراکچی دائمی برنامه ما هستند. بله دادر، سلام علیکم. السلام علیکم مادر گرامی. و علیکم سلام. خب خوش آمدید به برنامه. همواره همراه ما هستید. رحمت خیلی گفتنی‌های دارم. با ما هم هستیم با مردم بدخشان، ما هم دستگیری میکنیم. خیلی غمگینم که این حکومت ظالم، حکومت دیکتاتوری، حکومت اویلوی که ظلم از دست نمیبردارد، که از بدخشان دست نمیبگیرد. نمیدونم برای چی. به فکر من مردم بدخشان مردم چی نیستند، مردم خیلی با عقل و فراست هستند، با علم هستند. برای همه چی با حکومت ظالم چی نمیکنند. در ما مگر گرم دارند، خونه مردانه دارند، سر نمیفرورند. درست، واقعا سر فراوردن خیلی دشوار است. سر فراوردن، گوش کردن و با همه چیز خوب گفتن خیلی دشوار است. اکنون برادرایی که چوپلوسا هستند وارم برادرها گفته نمیشود، میبرایم به زنها اکن زورشون رسیده است. уже معلوم است که این حکومت شکست میخورد. به این یک نفر بلاگر را بودند. درست است. معلوم است که حکومت به این نزدیکی شکست میخورد. برای همین معلوم است که این زن با مادرها رفته چی میکنن، مادرها را عذاب داده استند، پدرها را در این تاجیکستان عذاب داده استند که فرزندات بگو با چهره نبروی گپ نزند. این پیروزی ما است مادر گرامی. با من گفتنی هستم با زنهای مهاجر در همین روسیه و در درون تاجیکستان. برای چی به همین برنامه‌تون باید به همه بریزه زنها بریزن که باید دما وقت داده نشود که زنها باید بسیار باشند. چون برای چی نمیبروید زنها؟ تیک تاک میبینید فحش و فاحشه همین
باور کنید بله در تیک توک نمیتونم یورک نمیکنم که هم درم در تیک توک همه بسیار شدیان این فوشیه ها. علاقه پای پوشیدن تیک توک است عموما محدود میکند، خاموش میکند تیک توک را. همین گفتنی هم که همین مادر گرامی سویمه یاد گیرن که انجام پوشی چی خیلی میشد. اوچاد اوتاد مادرت چی خیلی میپوشیدن در وقت است. اوچه کلون ها مادر کلون ها چی خیلی میپوشیدن در وقت است. همین گونه میپوشیدن. با همین غمگین هستم که در همین بزرگوارم همین خیلی گفته بود که انسان هر قدر بر ترقیات، بر معنویات، فرهنگ نزدیک می شود همان قدر پوشیده تر می گردد. واقعا خب به شما اومد. بسیار تشکر برای اشتراکتان. سلام. خب نفر شعر می نویسد، در شبکه‌های فیسبوکی می گذارد بر جانبداری مردم بدخشان. نفر یک جمله می نویسد همگی ما با توی بدخشان. نفر یگان کار نمی تواند کردن پشت رسم خود در فیسبوک کوهسار بدخشان را یا همان صحنه هایی که مادر گلبدین میگیرد صورت میگیرد پشت رسمش میگذارد. نفر سرود به درد میخواند برای بدخشان. من در صحنه برآمده حرف میزنم. نفر این همه امکانیت صحنه سازی و برآمده حرف زدن ندارد، برآمده در صحنه ساخته یک نفر گپ میزند میگوید ما با بدخشان هستیم. این از بی‌طرف نبودن ما درک میدهد، زیرا بی‌طرفی بی‌شرفی است. میگویند اگر امروز ما تو را گزد مرا چی غم گفته اینجا نشینیم، فردا اگر بر سر ما مصیبت آید آنها همه نشینند میگویند من هم علم داشتم غم داشتم تو هم آرام بوده. یک کودک 5 ساله در مراکش وقتی به چاه 32 متر افتاد در رسانه تمام دنیا نوشتند روز سه‌شنبه کودک افتاد، روز شنبه بیگاهی کودک را وقتی به بیمارخانه بردن در راه وفات کرد. اما تا روز شنبه بیگاه او را گرفتن از چاه همگان امید بر تپیدن دل او داشتند، همگان بر کشادن چشم او امید داشتند. کودک 5 ساله بود با نام ریان. ریان نام باغ بهشت است. خب بینید که برای یک کودک دنیا هم راه کودک نفس کشید. دنیا تصور کرد که زیر چاه 32 متره که هوا نمیرسد او چی نفس میگیرد، او چی میخورد. حال مادر او را تصور کرد، یک دنیای بزرگ. و امروز که در یک تاجیکستان یک گوشش بدخشان درد دارد، علم دارد. امروز در رسانه های کشورهای دیگر هم نشر می شود که دست از ظلم بدخشان بردارید، از بدخشان دست برگیرید. گفته چاپ میکند همه جا و من این را از هوا نمیگویم چون که دیدم خواندم که نوشتند. مثلا خب من مثال میارم اینجا. یک نفر در اروپا نوشتند که نماینده کمیته نروژی هلسینکی ماریوس فوسیوم نوشتند که در صفحه توییتری خود نوشتند از مقامات تاجیکستان درخواست کردند که خشونت و خونریزی را در خروق پیشگیری کنند، افسر نفرستند، پیشگیری کنند، بس کنند ظلم کردن را، به حال خود گذارند مردم را. و از خروق خبرهای نگران کننده میرسد. نوشته است در توییتر مقامات تاجیکستان باید از خونریزی و داغ کردن وضع انفجاری جلوگیری کند. خب ماریوس فوسوم شاید بسیاری از شما بار اول میشنود، اما وی درد وطنی ما را احساس کرده در صفحه خود نوشته است. چرا ننویسد؟ انسان باید همین گونه باشد. زنگای شما را هم قبول میکنیم. اگر بر مرحمت یک نفر زنگ میزند. سلام علیکم. الو. بله گوش میکنم دادر. السلام علیکم. الو. بله. و علیکم سلام. پشکش خیلی خوبم دادر، خوبم. الو. بله گوش میکنیم، صدای شما رو میشنویم. از ما با همراهی بدخشان. خب
алло. عین حال با همراهی بدخشانی ها دوامش ما هم ما قدشون بامول هستیم انشالله. یک چوپلوسی برآمد گفت که سالی 92 این خیلی آدما اپاشکا این خیلی آدما اون کونو سوی نام خیلی یا دترا کو یا باتران یا نام خیلی در دیر خلق یا کنی خیلی سالی نام صدا کنده کنده شده می آید. درست سال 92 سال 92 91 می آید جنگ می شود گفته. واقعا از ظالمانی حکومتی دیده اینها بدتر هستند، چون همین های هستند که بر آتش امید مردم آب می پاشند و مردم را شعله امید مردم را خاموش میکنند. جنگ نشود جنگ نشود. نخواد برای ترقی کردن آزاد بودن مردم جنگ البته باید باشد، نخواد که مرحمت گوش میکنم. Алло. بله گوش میکنم دادن. Доброго вам здоровья. Майрамби Шарифзода вас беспокоит. Да, я вас узнала по голосу уже, по темп голоса. Да, мы с вами первый раз разговаривали 23 апреля 2021 года. Вот это пунктуальность. Я очень рада, вот уже 10 месяцев прошло. Вот видите, за 10 месяцев какое продвижение в сознании, в подсознании, в разуме, в сердцах мигрантов и жителей Таджикистана и таджиков во всем мире произошло. То они начали защищать свои политические, гражданские права, говорить правду, не боясь этого людоеда, этого фашистующего диктаторской режима семьи Эмомали Шариповича Рахмонова. Вот поэтому, раз у вас передача, чтобы защитить Бадахшан и Таджикистан, я свой голос даю за это все. Я считаю, что я один из тех миллиардов населения человеческого коллектива в мире и имею полное право на свой голос. Так, значит, до прихода этого Эмомали Шариповича Рахмонова за 2 месяца во власть он начинал уничтожать людей, производить массовый геноцид, производит массовый геноцид до сих пор. Кого? Этнических коренных таджиков. А вот субъект Горно-Бадахшанской автономной области является субъектом международного права. Ему это никто не даст права, чтобы он уничтожил весь этот народ. Поэтому я хочу сказать несколько слов, но очень прошу, пожалуйста, меня не перебивайте. Договорились с вами? Договорились. Слушаю вас. Благодарю вас. Я очень благодарна, что вы чувствовали, что в период нашего вот этого, то, что мы ведем такие передачи уже ровно год, то, что я веду вот эту передачу «Перелетные птицы», значит, Парандауэй Моджер, вы чувствовали, что у людей уже есть какая-то сила такая появилась, что они уже бодрствуют, они уже... Вы возрастом своим являетесь моей дочкой или внучкой. Если мне да, 86 лет, я с таким... Да, уже внучкой тоже являюсь. Правильно, да. С таким бесстрашием борюсь за правду, за справедливость, в защиту человеческих прав, значит, это что-то значит. Да, что-то значит. Я очень рада. Вот. Напоминаю, что этносы, живущие на Памире, в Бадахшане, по достоверным историческим источникам, живут в этой географической точке горного Бадахшана более 3000 лет. Вот. Поэтому эти этнически древнейшие таджики выжили в жесточайших природных условиях ограниченности жизненных ресурсов,
в окружении внешних врагов, смогли сохранить и довести до нас древнейшие диалекты восточно-иранских языков. Только поэтому в период размежевания национальной территории значит, Средней Азии эти факторы явились основой создания Таджикской ССР в 20-е годы 20-го столетия, который заложил правовые основы создания суверенной, самостоятельной нынешней государства Таджикистан. В связи с этим обращаюсь к мировому сообществу стран СНГ, руководителям всем Центральной Азии, ко всему народу, вот, что и народ Таджикистана, что любые провокации разжигания сепаратизма Ваньского, Дарвазского района, значит, это начало террористической деятельности со стороны семейного, людоедского, диктаторского режима Эмомали Рахмона и накала военной напряженности во всей Центральноазиатском регионе, где пересекаются на Памире все главные глобальные геополитические интересы всех мировых держав. Учитывая вышесказанное, требую, поскольку Горно-Бадахшанская автономная область является относительно самостоятельным субъектом в Таджикистане, все правовые коллизии и восстановление законности должны решать местная власть. Люди, местная власть и люди. Никакого диктаторского режима, никаких вводов террористических, этих всяких, значит, террористов со стороны семейного клана Эмомали Рахмона, со стороны КНБ и МВД запрещены там. Там все должен решить народ. Почему? Потому что Горно-Бадахшанская автономная область каждую минуту руководители Таджикистана должны помнить, Горно-Бадахшанская автономная область — субъект международного права. Они вот боятся этих слов. Они хотят уничтожить эти слова. Автономия или Мухтор. Поэтому они сейчас только над народом издеваются. Я уже вот, когда начала вот эту передачу, напомнила зрителей, что даже Советский Союз при таком имуществе государства не могла Бадахшан вместе с Таджикистаном это как-то отдельно, как республика, они объявили как отдельная автономная Горно-Бадахшанская республика. Вот тогда даже люди Бадахшана не были такими, чтобы сразу наклонить голову и прислушаться к людям. У них такая горячая кровь. Да, слушайте меня, внимательно слушайте. Я прошу меня не перебивать, учитывая мой возраст. Понимаете? Ага. Почему? Потому что потом вопросы будете задавать. Угу. Мы с вами договорились? Договорились. Да. Значит, учитывая вот то, что они сохранили свою идентичность, свою культуру, свой язык в глобальном нашем мире более 3000 лет, они вот как раз-таки были умные, грамотные люди, когда создавали СССР. Поэтому, учитывая их вот эту разницу, учитывая их вот эту самую особенность, объявили Горно-Бадахшанскую автономную область. Теперь понятно. Да, вот. Законодательно запретить провокации со стороны о всяком сепаратизме со стороны Эмомали Рахмона, его, значит, КНБ и МВД, и его провокаторов, которые он направляет к БАО. Потому что за все это будет отвечать именно это кровожадная, это, знаете, людоедская семья Эмомали Рахмона со всей его детьми, зятьями, дочерьми, со всеми этими, как говорится, сахибовыми, со всеми этими родственниками жены, и с сыном, и с дочерью. Все они будут отвечать
за каждой пролитой капельки крови этого народа. Еще они очень много будут жалеть о том, что пришли к власти и такое самодурство устраивают на территории Таджикистана. Мировое сообщество тех стран, которые имеют и говорят на индоевропейских языках, обязательно требуем на территории ГБАО создать этнолингвистический заповедник. Вот мы к ООН, ко всему мировому сообществу, ко всем правоохранительным, применителям, ко всем этим человеческим организациям, которые охраняют во всех государствах права человека, вот к ним обращаемся. Обращаемся, мировое сообщество тех стран, которые говорят на индоевропейских языков, обязательно требуем на территории Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана создать этнолингвистический заповедник. Этнолингвистический заповедник, большинство получивших, этнолингвистический заповедник, в чем он заключается? Заключается в том, что, значит, с целью сохранения, изучения и развития этих восточно-иранских древнейших таджикских языков. Вот если такой заповедник создадут, они обязаны создать, тогда весь мир будет приезжать туда, самостоятельно изучать этот феномен сохранившихся языков. Так же, как феномен, допустим, ягнобских языков. За 30 лет правления этого людоедской семьи Эмомали Рахмонов провел массовый геноцид неоднократно этого народа и коренных народов Таджикистана. За это он должен давным-давно был отвечать перед мировым сообществом. Вот. Эмомали Рахмонов за 30 лет создал социально-экономический и гуманитарную блокаду Горно-Бадахшанской автономной области, где народ вынужденно, насильственно выдавливает местных жителей на территории Российской Федерации. Единственной целью всех его деятелей является силовой и психологический геноцид, насильственный выезда всего народа Горного Бадахшана. А цель Эмомали Рахмонова – выдавить народ. Он уже давным-давно эту территорию продал Китаю, чтобы сам самостоятельно со своей семьей использовать все недра земли, все богатства, которые там находятся. Учитывая, что 130 лет назад по договору между царской Россией и Англией о присоединении Памира к российской царской России также факт получения, значит, большинства граждан Горного Бадахшана российского гражданства, требую незамедлительно присоединения к России и союзному образованному новому государству. С этим обеспечим мир и стабильность в Горно-Бадахшанской автономной области и сохраним жизнь 250-300 тысяч человек. Всю эту взрывоопасную ситуацию, вот, шельмование и навешивание бадахшанцам со стороны Эмомали Рахмона статуса и ярлыка экстремистов и террористов этому народу. Рахмонов главный террорист в мире со всей своей семьей, со всей своей коррумпированной, со всей своей людоедской, со всей своей, извините меня, этой самой диктаторской семьей. О чем он может еще говорить? И требуем прекратить коррупционную схему выдачи гражданских активистов, уроженцев всего Таджикистана, в том числе и Горного Бадахшана, этому режиму, кровожадному режиму, властям Таджикистана во главе с главным террористом Эмомали Рахмона. Бисёр Ташакур, я очень благодарна вам. Правда говоря, сама тоже... Одну минуту дайте мне, пожалуйста. Да, только вот дело в том, что у нашей передачи всего 5 минут осталось, поэтому... Ну, 1 минуту можно уже, да. 3 минуты. И еще раз напоминаю,
недопустимости использования, проведения военной и силовой структуры провокаций со стороны Рахмона против мирного безоружного населения Гбао. Любая военная провокация против Гбао режимом должны быть расценены как военные преступления против человечности и незамедлительно привлечены к военному трибуналу и международному, уголовному ответственности. Спасибо за внимание. Как могла, так сказала. Если что-то непонятно, можете потом задавать мне вопросы. Большое вам спасибо. Очень рада была через 10 месяцев с вами встретиться. Наилучших вам благ. Вам здоровья, радости и счастья, за вашу непоколебимость, за ваше личное уважение к трудовым мигрантам Таджикистана и ко всем таджикам мира. Дай Бог вам здоровья, радости и счастья. Личный мой поклон вашим родителям, потому что я сама женщина, и вы молодая женщина. Вы в действительности самый настоящий воин в своем деле. Дай Бог вам здоровья, радости и силы. Спасибо за все. Я очень благодарна вам. Правда говоря, я сама тоже вот от вас узнала про Горного Бадахшана много. До сих пор читала во много мест, но такие слова не знала. Такие факты я сама не знала. Про этничность горно-бадахшанского населения знала. Друзей у меня там много. Но не докопалась до вот такой степени истории. Золотая моя доченька, будет вам 86 лет, Буду больше знать, 40 лет будете преподавать русский язык, литературу. Тем Тогда более, я если узнаю, вы еще да. самостоятельно будете заниматься этнографией, очень много узнаете. Я очень счастлива, что выросла в Советском Союзе. Мумкин бисёр одамов фикр кунам ки и кампир девонашдай ирси гап мезана. Ман худо ба шукр агар дар кор боша тамоми диалектҳои, тамоми шеваҳои, тамоми районҳо, тамоми қишлоқҳои Тоҷикистон дар кор боша гап мезанам. Барои ҳаминам агар лозим боша забони узбекӣ ва узбек тили биланам гап мезанам керак боса агар бошқа тиллари биланам. Так что валлоху хайран хафизан ва ҳуа рахмар роҳимин ё сиротал мустақим. Худо нигаҳбони ҳамаи шумо. Парвардигори азза ва ҷалла дар тамоми дунё миллати тоҷика, тоҷикистониёя дар тамоми дунё нигаҳбон шавад. Асосии куштани тамоми мардуми Тоҷикистон солҳои 90-97 ин буд ки тоҷикҳо сар набардоранд. Мана ҳамон худораҳматии вай профессорҳои ҳамаша барои чӣ куштанд? Для этого нужно делать отдельные передачи. Отдельную передачу, пожалуйста, сделайте в защиту женщин Пинджикента. Они всего лишь боролись за то, чтобы вот эти самые, как говорится, воды после переработки золота, начиненные, значит, ядами, пересекаются и отравляют местное население, убивают местное население. Это тоже массовый геноцид. И там, что одна из этих женщин попала в тяжелейшем состоянии в больницу, отравленная, то, что над ней издевались в милиции или в КНБ там, в Пинджикенте. Сделайте, пожалуйста, отдельно, вот вы совместно с теми людьми, с которыми работаете, отдельную, пожалуйста, передачу сделайте на эту тему. Это что такое? Да, понятно, мы постараемся. Мардакоя баскардан азоб додана, Намбатизан معلم جان اینجا یکونیم دقیقه ما فرصت داریم استافته را نفر دیگر میگیرند از من و بسیار تشکر میگویم با سازوگداز اینقدر برای ملت خود ملت جفا کشیده خود حرف میزنید کاش که همه زنها مثل شما دلیر و شجاع میبودند بسیار تشکر خب 1 دقیقه وقت ماند برای برنامه همگی به همین خاطر اما سخنان پرمحتوا بود گوش کردنشان خوب است فرصت برای برنامه کمتر داشته اگر در آغاز برنامه می بود خیلی خوب اینجا ماراتون را با معاون پیمان ملی تاجیکستان علیم شیرزمانوف میسپاریم علیم شیرزمانوف در کانال یوتیوبی پیمان ملی تاجیکستان صحبت میکند از این کانال به کانال پیمان ملی تاجیکستان میگذارید بر یوتیوب وارد شود اگر آبونه باشد حتما در یوتیوب شما میبراید
و حالا باشد در کانال ما، در کانال خودی پیام، برنامه هر هفته‌ای ترازوی عمل با خواهر مسلمه احمدی به طور آنلاینی پخش می شود. موضوع برنامه امروزه ما نمودهای سقورته و احکام آن در شریعت است. می توانید سوالهای خود را توسط چت یوتیوبی و یا رقم واتساپ با جمع 48 739 564 719 همین که به یوتیوب وارد شدید این رقم می براید نوشته فرستید. دایره همین موضوع اگر سوال دارید مسلمه احمدی را پذیرا باشد. من باشم در همین جا با شما خداحافظی میکنم تا برنامه های دیگر. در پناه خدا باشد. خیر.